نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیبنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و گرامی، سلام الله علیکم و رحمته و برکاته. در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم با قسمت دیگری از این برنامه تماس مستقیم که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود و به سوالات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان و بزرگواران جواب میدیم و امیدوار هستیم که عزیزانی که این برنامه رو میبینن حتما این برنامه های اسلامی رو از هر شبکه‌ای و از هر دعوتگری که از لایک بکنید، به اشتراک بگذارید تا در این امر دعوی و امر خیر شما هم سهیم باشید. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم میفرمایند که کسی که در یک کار خیری همکاری می کند، دلالت می کند و مردم را به طرف آن راهنمایی می کند، مانند کسی است که این کار خیر را انجام داده است و از حج و پاداش کسی که این کار خیر را انجام می دهد هیچ چیزی کم نمی شود. یعنی وقتی که شما یک برنامه، یک کلیپی رو از یک کانال اسلامی به اشتراک میگذارید، که انه شما هم این دعوت را انجام داده اید و از اجر و پاداش آن دعوتگرم کم نمی شود. این وعده رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. دوستان عزیز و بزرگوار، یکی از موضوعاتی که طی هفته گذشته یکی از خواهران دانشمند و بزرگوار و گرامی برای من کلیپی رو فرستادن و در مورد این استفسار نمودن که نظر شما و بقیه دعوتگران و علما در مورد این صحبت ها چیست؟ آیا این حرفا واقعیت دارد یا ندارد؟ همچنین از رمضان گذشته تا امروز بارها بینندگان عزیز سوالاتی در مورد این موضوع مهم کرده بودند که من در این برنامه قبل از اینکه تماسهای شما عزیزان و بزرگواران را بگیرم در مورد این موضوع میخوام صحبت بکنم. خب بعضی از دعوتگرانی که یا واعظینی که معروف هستند در رسانه های اجتماعی در این مورد پارسال صحبتی کرده بودند و در قبل از ماه رمضان بود صحبتی کرده بودند و واکنش های گسترده‌ای رو در پی داشت با اون قضیه این که موسیقی حلال است یا حرام هست. حقیقتا من نمیخواستم در این مورد صحبت بکنم، چون به اندازه کافی دوستان و عزیزانی بودن که پاسخ دادن. حتی خودم در یکی از برنامه‌های زنده لحظه های آسمانی صحبت مختصری در موردش کردم که شاید کلیپش رو دیده باشید. اما تعجب این است که بعضی از عزیزان هستن که عادت موج سواری دارن. یعنی یک موجی که آمد اینا میخوان به همراه این موج خودشون رو بالا بکشن، یا اهداف، نمیخوایم وارد نیت‌های انسان‌ها بشیم، اما خب یک دعوتگری، یک عالمی اگر یک صحبتی کرد و یک سری واکنش هایی رو در پی داشت، چرا بعضی از عزیزان دیگری میان بدون علم و بدون درک موضوع اصلی و فهمش و فقهش در دین مبین اسلام میان در این مورد واکنش نشان میدهند یا طرفداری میکنند
بهترین نصیحت برای این عزیزان این است که در مسائلی که شبهه فتنه هست در او، بهترین موقف این است که انسان خاموش بنشیند. مثلا در روایت میگن که در زمان فتنه کسی که شرکت نمی کند بهتر از کسی است که شرکت می کند. کسی که نشسته است بهتر از کسی که ایستاده است. در هر صورت در مسائلی که در او شبهه فتنه هست و مسائل اختلافی است، جنجالی است و می‌بینید که یک نفری آمد یک موقفی گرفت و این واکنش‌های تندی رو در برداشت، بهتر این است که انسان در مسائل دین، مسائل شریعت بدون علم و بدون دانش صحبت نکنه و بهتر همون است که انسان خاموش بنشینه، ساکت بنشینه در این گونه مسائل، نه اینکه بیایم مثلا جانب باطل رو بگیریم، بعد حتی مسائل رو بیان بکنیم که شاید خود ما هم قانع نباشیم و بیایم با دلایل لایت چسبک به قول آیت الله برقی بخوایم این مسئله رو، چون که اون دعوتگری که مثلا این صحبت رو کرده دوست ماست، رفیق ماست، یا با او امسو و امدل و امراض هستیم، باید هر چی که اون گفته باید ما بیایم ازش دفاع بکنیم. این یک نوع تعصب است. ما گاهی اوقات میگیم تعصب مذهبی نداشته باشید، تعصب قومی نداشته باشید. این هم یک نوع تعصب شخصیتی است. فلان شخصیت رو ما دوست داریم، هر چی که گفت باید حرفش را بدون چون و چرا قبول بکنیم. این کلیپ رو با هم میبینیم، در موردش من کمی صحبت میکنم که ببینیم این قضیه چی است و چرا ما مجبور شدیم که در این مورد صحبت بکنیم. اولا در قسمت دلایل علمایی که می آیند و موسیقی را حلال می شمارند، اینها هم یکی دو نفر نیستند، عده کثیری هستند، مثل ابن حزم هست. ایشان میگه در مورد کسانی که موسیقی رو حلال میدانند تعداد کثیری هستند. یک قاعده کلی رو ما در دین باید داشته باشیم عزیزان، که عده کثیری که آمدن یک حرفی رو زدن، عده کثیری آمدن یک موقفی رو گرفتن، عده کثیری که یک رأی داشتن، هیچ وقت دلیلی بر حقانیت نیست. امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه یک نفر بود، در مقابل حکومت و هزاران نفر از علما در زمان خودش ایستاد و گفت که قرآن مخلوق نیست. حکومت میگفت قرآن مخلوق است، قاضی القضات میگفت قرآن مخلوق است، مفتی حکومت میگفت قرآن مخلوق است، همه علمای دربار میگفتن قرآن مخلوق است و اونایی هم که قائل نبودن به مخلوق بودن قرآن سکوت کرده بودن از ترس. یک نفر بلند شد گفت که قرآن مخلوق نیست، قرآن کلام الله است. زندان شد، شکنجه شد، اذیت شد، اما سر موقع خودش ایستاد. پس آیا می توانی بگیم چون اکثریت در آن زمان میگفتن قرآن مخلوق است، علیه قرآن مخلوق است؟ این یک فکر اندیشه باطل است. این برادر عزیز دعوتگر ما که حالا جدیداً وارد این میدان شدن، این رو باید شما تازه کار هستید یا من آشنایی با شما ندارم، در سطح علم و دانش شما آگاهی ندارم، اما برادر عزیز بزرگوار این رو به عنوان یک نصیحت از ما بپذیرید. حالا شاید بعضی بگن چرا پنهانی نصیحت نکردید؟ حقیقتا اگر شماره تماسشون رو می‌داشتم حتما تماس می‌گرفتم، اما ایشان این کلیپ ها رو در صفحه خودشون نشر کردن و مردم دیدن، بیننده برای من فرستادن که نظرتون در مورد این حرفا چی است. ببینید چه خوب با دلیل و مدرک داره بیان میکنه، اسمای علمای بزرگ رو داره بیان میکنه. پس ما باید در مقابل این حرفایی که ایشان میزنه موقف خودمون رو بیان بکنیم و به این برادر عزیز ما نصیحت میکنیم که از روی ورق نخوانید، از روی کاغذ نخوانید. از یک جایی مثلا تحقیقی رو در کتابی دیدید، بیایید اون کتاب رو مثلا شما اصل قرار بدید و بر اساس اون حکم صادر بکنید در بین مسلمانان. این اشتباه است، این سبب ضلالت و گمراهی میشه. انسان هم خودش گمراه میشه و هم مردم رو گمراه میکنه و بدترین گناه این است که سبب گمراهی مردم شوید. الله متعال در قرآن کریم میگه که عده‌ای هستن که هم گناهان خودشون و هم گناهان کسانی که در باطل از آنها پیروی کردن را در روز قیامت به دوش میکشن. حالا بر اساس همین صحبت‌های شما و فتواهای شما 1 میلیون نفر اگر شروع کنه به موسیقی گوش کردن، گناه این 1 میلیون نفر رو شما به دوش میکشید. به هر صورت کمی دقت بکنید. و میگه که یکی از اکثریت
خب الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه اکثرهم هم الکافرون اکثرهم هم الفاسقون اکثرهم لا یعلمون اکثرهم هم المشرکون، اکثرا کافر هستن، اکثرا فاسق هستن، اکثرا مشرک هستن. اکثریت هیچ وقت دلیل حقانیت شدن نمیتواند. و از بین اینها علامه ابن حزم رو ذکر میکنه که یکی از این کسایی که موسیقی رو حلال دانسته کی است؟ علامه ابن حزم هست. و در مورد علامه ابن حزم که یکی از علما هست، یکی از علمایی است که الله سبحانه و تعالی رحمتش بکنه، در قضیه تفسیر آیه‌ای که در مورد موسیقی هست یک رأی و نظر خاص داره. میگه که اینجا کسی که منظور از اشتری لهو الحدیث کسی است که بره دانسته و فهمیده یک کاری رو انجام بده، اما کسی که به خاطر گمراه کردن نباشه و به خاطر به اصطلاح فسق و فجور نباشه اشکالی نداره. رأی یک عالمی است و این عالم اشتباه کرده و ایشان فتاوای زیادی دارن. به این برادر عزیز و به کسانی که همیشه هر منکری رو بخوان در جامعه رواج بدن میگوین که علامه ابن حزم گفته، علامه ابن حزم فتوا داده، علامه ابن حزم این رو گفته، علامه ابن حزم اون رو گفته. خب الان ما اگر بخوایم که به گفته های علامه ابن حزم در مسائل مختلف دینی اگر بخوایم عمل بکنیم، ایشان خیلی از فتاوای عجیب و غریب دیگری هم دارن که در کتاب‌های مختلف از ایشان روایت شده. شما وقتی در قضیه موسیقی میگید که ابن حزم گفته موسیقی حلال است، پس ما به شما بر اساس منطق خودتان، مثلا صحابه گفتن حرام است، تابعین گفتن حرام است، تبع تابعین گفتن حرام است، ابن حزم اندلسی رحمت الله علیه چون در یک محیط خاصی در جامعه خاصی ایشان بزرگ شده و یک سری افکار و آرای خاصی داشت در امور طرب به اصطلاح مسائل موسیقی و لهو و لعب و این چیزا، چون در قصر بزرگ شده بود، در یک جامعه اشرافی زندگی میکرد، طبیعتاً گاهی اوقات جامعه روی فتاوایی که بعضی از علما داشتن تاثیر داشته. ایشان مثلا در شرح سنن نسائی یکی از علما در اینجا، این کتاب هست شرح سنن نسائی، در اینجا یک روایتی رو میاره از ابن حزم که در اونجا ابن حزم میگه که به همه بدن کسی که میخواد یک دختری رو خواستگاری بکنه، با او ازدواج بکنه، ما یک چیزی به اسم رؤیت شرعی داریم. رؤیت شرعی این است که شما میتونید نامزدتون رو ببینید، میتونن با هم دیگه بشینن در حضور یک محرم، به صورت هم دیگه نگاه بکنن، هم دیگه رو اگر پسندیدن با هم دیگه ازدواج بکنن. ایشان نظر داره، میگه که ابن حزم رحمت الله علیه میگه که به همه جسدش میتونه نگاه بکنه و در جای دیگه میگه که حتی به عورتش میتونه نگاه بکنه، حتی میتونه میگه که حتی میتونه کاملا لختش بکنه. یعنی یک پسری میتونه دختری که با او میخواد ازدواج بکنه رو کاملا عریان بکنه، لختش بکنه، به همه بدنش نگاه بکنه. و حتی در جای دیگه میگه که حتی میتونه به جایی که به اصطلاح محل نکاح هست، یعنی حتی به فرجش هم میتونه والعیاذ بالله نگاه بکنه. تشکر میکنم دوستان عزیز. یک روایت دیگری رو من اینجا خدمت شما عزیزان این رو هم نشون بدم. در اینجا در کتاب ابواب تراجم از شیخ محمد زکریا کاندلوی در اینجا مسئله رو باب نظر الی مرأة قبل تزویج، باب نگاه کردن به زن قبل از اینکه با او نکاح بکنه. بعد در اینجا وقال ابن حزم یجوز النظر الی فرجها، حتی میتونه که به عورتش هم نگاه بکنه. یعنی رأی علامه ابن حزم این است که، تشکر میکنم دوستان عزیز، یک کسی وقتی که میخواد با یک نفری ازدواج بکنه میتوانه که اون به اصطلاح نامزدش رو، اون دختر خانومی رو که میخواد باش ازدواج بکنه، اون رو کاملا لخت بکنه به عورتش. حتی در روایتی در جای ذکر میکنه یجوز نظر الی ما اقبل و ما ادبر، یعنی پس و پیشش رو میتونه نگاه بکنه. نظر ابن حزم است، یک عالمی است، یک نظری داده.
الان همین برادران عزیزی که میان ای ابن حزم میگن که علامه ابن حزم اجازه داده که موسیقی حلال است، موسیقی حلال است. ما از اون عزیزان میپرسیم مثلا شما دختری دارید، خواهری دارید، یک جوانی میخواد بیاد با او ازدواج بکنه، بیاد پیش شما بگه که خب جناب فلان عالم صاحب، دعوتگر صاحب، فلان صاحب، شما اجازه بدید که من میخواهم که با خواهر شما خلوت شرعی داشته باشم یا رویت شرعی داشته باشم یا نظر شرعی داشته باشم. همه اینا اصطلاحاتی است که در این مورد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم ثابت است که میگه کسی که میخواد با دختری ازدواج بکنه بشینه باهاش اونو نگاه بکنه، قصد ازدواج داشته باشه. بعد این طرف بگه که من بر اساس فتوای علامه ابن حزم میخوام که دختر شما رو یا خواهر شما رو کاملا لختش بکنم و به همه جسدش، حتی به شرمگاهش، به عورتش هم نگاه بکنم، چون علامه ابن حزم گفته. موقف شما چه خواهد بود؟ بی پرده صریح من با کسی مجاملم ندارم، نظر شما چه خواهد بود؟ میگید خب بد کرده، جگ زده ابن حزم. کی ابن حزم؟ برو گم شو فلان، میزنی طرف از خونه بیرون میکنی. خب عزیز دل برادر، اونجا که موسیقی رو میخوای فتوا بدی قول ابن حزم رو میگیری، اینجا که مسئله رویت شرعی از دیدگاه ابن حزم است، اینجا عصبانی میشی. کسانی که به دنبال فتاوا میگردن، به دنبال تقوا نمیگردن، به دنبال فتوا میگردن، این مصیبتشان هست. شور بخوری هر جایی که موسیقی میگه علامه ابن حزم گفته حلال است. بعد علمایی که بعد از اون رو ذکر میکنن، بقیه اینا همه کسانی هستن که قول ابن حزم رو ذکر کردن و قول ابو تراب و ابن حزم رو ذکر کردن، قول خودشان نیست. ذکر کردن و گفتن که این چون که ابن حزم گفته ما میگیم که حلال است. همه این فتاوایی که هر کسی که میخواد بده این فتاوا، این بر اساس هوا و هوس است، بر اساس تقوا نیست. پس هیچ وقت به دنبال یعنی تسهیل امور زندگیتان دنبال فتاوای علمایی که متساهل بودن، سهل انگار بودن نرید، وگرنه اینطور یک جوابی رو خواهید شنید. ای داد میزنن ابن حزم. خب این ابن حزم فتواش در مورد چیز کردن، آیا اینو برای محارم خودتون قبول میکنید؟ یک انسان عاقل هیچ وقت این رو قبول نمیکنه. ادامه صحبت این برادر رو بشنویم. مثل ابن حزم هست، ابن عربی هست، غزالی هست، شیخ قرضاوی از علماء معاصری که یکی دو سال پیش فوت کردن هست. ابن عربی و غزالی اینا همه از ابن حزم نقل قول میکنن و بر اساس فتوای ابن حزم. فتوای ابن حزم در مورد اهلیت موسیقی یک فتوای باطلی است که علما در این مورد جواب دادن، رد دادن و میگن که اشتباه کرده. یک فتواست، نه حکم الله هست، نه حدیث رسول الله هست، نه اقوال صحابه است، از پیش خودش یک چیز رو گفته و اشتباه کرده و این ابن حزم رحمت الله علیه معصوم نبوده. اما قرضاوی رحمت الله علیه، قرضاوی رحمت الله علیه یک عالمی بود، فقیهی بود، الله سبحانه و تعالی مورد رحمت و مغفرت قرار بده، اما متساهل بود در خیلی از امور. مثلا یکی از فتاوای شیخ قرضاوی این است که میگه یک دختری که مثلا شما اگر همسرتون در یک کشور غربی زندگی میکنه که در اونجا حجاب ممنوع است، میگه اشکالی نداره سرشو لخت کنه بره در درس بخونه، هیچ مشکلی نیست، چون میگه درس خواندن یک چیز واجب از فرض است و به خاطر اینکه بتونه درس بخونه سرشو لخت بکنه بدون حجاب هم بره. و میلیون ها انسان به وسیله همین فتاوا گمراه شدن. ایشان در اوایل حیاتشون زمانی که در مصر بودن فتوا دادن که شیعیان برادر ما هستند، مذهب پنجم اسلامی است و اونها مانند ما هستن، هیچ فرقی با اهل سنت ندارن. 4 میلیون نفر در مصر شیعه شد بر اساس فتاوای ایشان. بعد در اواخر عمر آمد گفت که من اشتباه کردم و در مورد قضیه شیعه اشتباه کردم و الان فهمیدم که نه، اونا مسلمان نیستن. خب این که شما از حرفتون برگشتین 5 میلیون 4 میلیون نفری که شیعه شد در مصر، جواب این رو کی میده؟ ببینید دنبال علمای متساهل نروید که کتابی هم ایشان داره که حالا برادر عزیز ما نشان میدن به نام الحلال و الحرام فی الاسلام که در فارسی به نام حلال و حرام در اسلام ترجمه شده. در حقیقت میشه گفت این کتاب الحلال و الحلال فی الاسلام است، یعنی حلال و حلال در اسلام، چون اکثری مواردی که در کتاب ذکر شده همه را ایشان حلال کرده، یعنی چیز حلال و حرامی نیست، همه چیز حلال است. اکثر چیزایی که اختلافی است در بین علما ایشان حلال قرار داده و این فتواست، فتوایی که بدون دلیل است، فتوایی که بدون
حجیتی از قرآن و سنت است و به دنبال این گونه فتاوا رفتن، به دنبال علمایی که در این مسائل متساهل هستن رفتن، انسان رو چیکار میکنه؟ گمراه میکنه. ادامه رو بشنوید. شیخ علی جمعه هست، شیخ محمد عبدو هست، شیخ علی جمعه هست. شیخ علی جمعه خب مفتی سابق مصر بود. همین شیخ علی جمعه بود که انقلاب مصر بر علیه مرسی رو جایز دانست. بعد در یک از سخنانش گفت که من یکی از کلیپاشو شنیدم که میگه که من یک مسئله خیلی مهم رو از عبدالفتاح سیسی یاد گرفتم، گذشت رو از عبدالفتاح سیسی یاد گرفتم. تعریف هم میکنه و در مورد بدگوییاش در مورد مرسی رحمت الله علیه در یوتیوب ببینید کلیپ های زیادی وجود داره. و یک صوفی خرافی است و فتاوای خیلی عجق وجقی داره. یک آدم گمراه هست. یعنی انسان بیاد بگه که شیخ علی جمعه فتوا داده. شیخ محمد عبدو ایشان هم یکی از کسایی است که نمیتونیم بهش عالم بگیم که به سطح مثلا علمای بزرگ در بین علمای معاصر. ایشان عالم نیستن، یک مفکری بود، کتاب‌هایی نوشته، در بعضی از موارد حرفای خوبی هم زده، اما در این مورد قول ابن حزم رو ذکر میکنه و ایشان هم از به اصطلاح جیره‌خواران فتاوای ابن حزم و امثال ابن حزم هستن که یعنی گپ جدیدی ندارن. یک عالمی نیست که بر اساس دلیل و منطق و برهان و حجت حرفی رو زده باشه. حسن البنا مثلا مؤسسه اخوان المسلمین، یک انسان سیاستمدار، یک به اصطلاح مؤسس حرکت حسن البنا رحمت الله علیه عالم نیست که ما بگیم که والا ایشان عالمی هستن جلیل القدر که مثلا فتوا دادن و ایشان مفتی هم نیستن، حتی فقیه هم نیستن. استدلال کردن به قول ایشان یعنی یک حماقت است. ما هزاران نفر از صحابه و تابعین و علما و مفسرین و محدثین رو داریم که میگن موسیقی حرام است. در مقابل اونها حسن البنا کی است که ما به قول او بیایم استناد بکنیم؟ محمد شلتوت هست، شیخ ناصرالدین آلبانی. شیخ محمد شلتوت کسی است که در فتوا داد که مذهب جعفری مذهب پنجم اسلامی است و در دانشگاه ازهر شیخ سلیم و شیخ شلتوت در جمله کسایی هستند که فقه جعفری رو در دانشگاه ازهر داخل کردن که فسادی که در مصر ایجاد کرد و خیلی از انسان‌هایی که گمراه شدن شیعه شدن بر اساس فتاوای ایشان و در خیلی از موارد از فتاوایشان اشتباهات زیادی کردن و ایشان هم این دو عالم بزرگوار هم از ابن حزم نقل میکنن، یعنی از خودشان حرفی ندارن. و اینجا این دوست عزیز و برادر گرامی ما میگه که و شیخ ناصرالدین آلبانی هست و عده دیگری از علما میان نظریات خود را بیان میکنن تحت شرایط خاصی، میگن که موسیقی مشکل نداره. به طور مثال خب شیخ ناصرالدین آلبانی است میگن. من نمیدونم که این دوست عزیز در مورد شیخ ناصرالدین آلبانی اصلا میشناسن یا نمیشناسن، یا که همون کسی که برایشان این مطلب رو نوشته یا که دروغی است که شیخ ناصرالدین آلبانی موسیقی رو حلال میدانه و اینا این مطلب دروغ رو نقل میکنن از جایی و این ضلالت است، گمراهی است که انسان بدون اینکه بره جستجو بکنه در لابلای سخنان و کتب علما و بزرگان بیاد از اونها مسئله رو به دروغ نقل بکنه. و هر کسی که این چیز رو برای این متن رو آماده کردن برای این برادر عزیز ما اشتباه کرده و حرف شیخ ناصرالدین آلبانی رحمت الله علیه حلال بودن موسیقی نیست، بلکه ایشان با صراحت موسیقی رو رد میکنن. دوستان عزیز اگر اینجا رو نشون بدن، این صفحه صوتیات شیخ ناصرالدین آلبانی است. الاسلام و حکم المعازف و الغنا، اسلام و حکم موسیقی و خواندن، شیخ محمد ناصرالدین الآلبانی. جالب این صفحه این است که صوتیات ایشان هست، فتاوایشان، و بعد از اونم اینجا تایپ شده وجود داره. قسمتی از فتوایشان رو که همین قسمتی که حرمت موسیقی رو بیان میکنن برای شما میگذارم، چون صدا خیلی جالب نیست، واضح نیست، خیلی قدیم است، شاید از حدود 40-50 سال پیش باشه. بعد از اون متن فتوای ایشان رو با هم میخوانیم. سواء ما كان منها معروفا أو ما جد النوم مما لم يكن معروفا، وأن هذه الآلات كلها أولا تدخل تحت لفظة المعازف. همه آلات موسیقی،
همه آلات موسیقی، چه قدیمش و چه جدیدش، در ذیل همین معازفی که حرام هست در اسلام داخل می شود. و حدیث بخاری رو که تعدادی از امت من میآیند که زنا و ابریشم و شراب و موسیقی رو حلال میکنن، این رو ذکر میکنه. حالا من لینک همین رو در صفحه یوتیوب در زیر همین کانال میگذارم. دوستانی که عربی بلد هستن برن و این رو، حتی همین برادر عزیزمان میتوانن برن این رو ببینن و کاملش رو در اینجا گوش بدن. خب میریم نص سخنان شیخ ناصرالدین آلبانی رحمت الله علیه رو در اینجا دوستان این رو نشون بدن، این صفحه رو میخونیم. نص کلام ایشان این است که بعد از اینکه آیاتی رو خطبه رو بیان میکنن، بعد از این میگن که سوال: حکم شنیدن موسیقی در اسلام چیست؟ آیا احادیثی که بر دلالت بر حرمت موسیقی بکند و آلات موسیقی بکند آمده است یا نه؟ جواب: این سوال زیاد تکرار می شود و حالا بذارید که زیاد تکرار شود، زیرا مسلمانان امروز به دو بلای یا به دو آفت گرفتار شدن. یکی بلای مادی است، یکی بلای علمی است. بلای مادی این است که تعداد زیادی از مسلمان ها در خانه هایشان رادیو دارند، تلویزیون دارند که به وسیله اینها انواع و اشکال موسیقی ها و آلات موسیقی را میشنوند. و بلای دوم برای علمی است. این برای علمی خیلی خطرناک است، زیرا تعداد زیادی از نویسندگان مسلمان، از مفتیهای مسلمان، از دعوتگران مسلمان این بلا و مصائبی رو که بر امت نازل شده هست رو میگویند که یسروا ولا تعسروا، بر مردم آسانگیر باشید، سختگیر نباشید. باید بدانیم که آسانگیری بر اینجا نباید بر حساب دین باشد و بر حساب مخالفت با نصوص قرآن و سنت باشد. باید آسانگیری برای مردم بر اساس تطبیق اسلام باشد، زیرا اسلام در اصولش و در اساساتش بر آسانگیری بنیان شده است. وقتی که الله سبحانه و تعالی تبارک و تعالی چیزی را حرام قرار داده است، فمعنی این نیست که اسلام سختگیر است، به خاطر اینکه بر ما چیزی را حرام کرده است که به خاطر مصلحت دنیا و آخرت ما می باشد. و حرمت آلات موسیقی که حرام شده است، همه آنها با اختلاف اشکالش، انواعش، چه که معروف باشند در بین یک جامعه، چه که معروف نباشند، همه اینها جمله آلات موسیقی است. اولا همه اینها تحت لفظ معازف یعنی موسیقی وارد می شود و این رو برای شما بارها تکرار کردم که حدیث بخاری است که لیکونن فی امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف ويسمون في اللهو واللعب ويمسون في اللهو واللعب ويصبحون وقد مسخوا قردة وخنازیر. تعدادی از امت من خواهند بود که زنا را حلال میکنن، ابریشم رو حلال میکنن مردهایشان، شراب را حلال میکنن، موسیقی را حلال میکنن و شب را با موسیقی و لهو و لعب به اصطلاح میگذرانن و با موسیقی و لهو و لعب صبح میکنن، در حالی که مانند میمونها و خوکها الله سبحانه و تعالی آنها را مسخ کرده است. و این حدیث معنایش آن است که موسیقی حرام است و همه آلاتی که در طرب یعنی در موسیقی استفاده می شود حرام است، از دو ناحیه. از ناحیه اول این که رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند یستحلون، یعنی معنی لفظی این است که این چیز محرم است و آنها حرام است و آنها آن را حلال می‌کنند و عقاب آنها، جزای آنها این خواهد بود که در دنیا مانند میمونها و خوکها میشوند. این یک مجازی است، یعنی مانند میمونها کرتک و جستک میزنند و مانند خوکها بی غیرت و دیوس میشوند. مانند یهود که قبل از این مسخ شده بودند، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یستحلون، این به ما نشان میدهد که این اشیا حرام است و آنها حلالش میکنن یا حلالش میپندارن.
مانند الحر و هو فرج یعنی زنا کردن، الحریر یعنی ابریشم طبیعی، الخمر به انواعه و اشکاله همه انواع و اشکال به اصطلاح شراب، معازف یعنی همه انواع و اشکال موسیقی. همه این چیزا که هست حرام است و عقوبت کسی که اینها را حلال بداند الله سبحانه و تعالی آنها را مسخ می کند، زیرا که حدیث دلالت بر این موضوع دارد. و این که فرمودن که تعدادی از امت من یا اقوامی از امت من هستند که اینها را حلال می کنند و چنان مسخ می شوند، یعنی هر کسی که این عمل را انجام بدهد. و ائمه مذاهب اربعه اهل سنت و پیروان آنها همه آنها متفق هستند که آلات موسیقی حرام است و در قرآن کریم همه علمای شافعی، احمد ابن حجر هیثمی در کتابی که کف الرعاء عن السمع در این کتابش همه اینها در بابهای مختلف ذکر کردن که مسلمانی که غیور باشد و دیندار باشد به آلتهای موسیقی گوش نمیدهد. و همچنین اگر کسی در خانه خود و بین اهل و عیال خود رادیویی را باز می کند، موسیقی گوش می کند و موسیقی پخش می شود، فوراً آن را باید ببندد یا صدایش را کاملا پایین بیاورد تا وقتی که موقع اخبار می رسد می خواهد اخبار گوش بکند. در هر برنامه‌ای که باشد، مثلا بعضی اصلا رادیو رو به خاطر خبر گوش می کنند و وقتی که موسیقی پخش می شود یا خاموش بکنن یا صدایش را بیارن پایین. در اینجا قول ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه رو ذکر می‌کنیم که وقتی به خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم داخل شد، دید که دو دختر کوچکی از انصار بودن که در اونجا می‌خواندن و دف می‌زدن. خواندنشان چی بود؟ یوم بعاث. یوم بعاث یک روز جنگی بود که بین اوس و خزرج قبل از اسلام رخ داده بود، که در زمان جاهلیت بین اوس و خزرج رخ داده بود و اینها به دف میزدن، به دایره میزدن. ابوبکر رضی الله تعالی عنه وقتی وارد شد گفت که امزمار شیطان فی بیت رسول الله، آیا این آواز شیطان در خانه رسول الله صلی الله علیه و سلم؟ میگوید شیخ البانی میگوید اگر ابوبکر صدیق امروز این موسیقی های زمان ما را بشنود و این آلاتی که به وسیله آن در بین مردم موسیقی روان هست آنها را بشنود، در این مورد چه خواهد گفت؟ پس از خدا بترسید و خود را در فتنه نندازید، اهل و عیالتان را در فتنه نندازید به وسیله شنیدن این آلات موسیقی که فکلها محرمه، همه آنها حرام است. برادر عزیز دعوتگر، دوست گرامی، ملا صاحب، دعوتگر صاحب، یوتیوبر صاحب، هر کسی که هستی، چرا به شیخ البانی تهمت میزنی؟ چرا به شیخ البانی تهمت میزنید؟ شیخ البانی رحمت الله علیه این صداش و اینم فتواش. پس لطفاً تهمت نزنید و متوجه حرفایتان باشید، سبب گمراهی مردم نشوید. الله سبحانه و تعالی همه ما را به راه راست هدایت کند. ادامه را بشنویم. دکتر یوسف قرضاوی در این در کتاب حلال و حرام به طور مشخص و واضح بیان میکنه و میگه که موسیقی اگر در این حالات باشه مشکلی نداره. خب حالا این دلایل رو اول بررسی بکنیم. میکنن پیرامون اباحت موسیقی. اول میگن آیه 7 و 6 سوره لقمان دلیل بر حرام بودن موسیقی نداره. الله تبارک و تعالی در این آیه میفرماید و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. اصلا دلیل علت تحریم برش مشخص میکنه و میگه این آیه اصلا اشاره به موسیقی نداره و نمیگه موسیقی. لهو الحدیث هر آن گفتار بد به گفتار لهو و لهوی که منجر به چی بشه، حال چه سخن با موسیقی باشه چه با سخن عادی باشه، هر گفتار لهوی که فرد او را اول یشتری یعنی به سوی زو گام برداره، او را خریداری بکنه، او را خودش آماده بکنه، خب بعد از این هدف از این خریداری از او چی باشه؟ لیضل عن سبیل الله، گمراهی به مردم از راه الله باشه. یک. دوم اول این یکیشو در اینجا صحبت کرد. میگه این علما گفتن که این آیه که از اشاره لهو الحدیثی که در اینجا ذکر شده در اینجا اشاره به موسیقی نیست، حرمت موسیقی نیست. ببینید برادران عزیز گرامی، خواهران گرامی، ما دین رو باید از کی یاد بگیریم؟
دین رو با از علی جمعه و ابن حزم و قرضاوی و نمیدانم حسن البنا و الی آخری کسایی که این دعوتگر عزیز ذکر کردن، یا دین رو باید ما از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و از تفسیر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، از تفسیر صحابه، از تفسیر تابعین و تبع تابعین یاد بگیریم. یعنی اینایی که ذکر شد از ابن حزم گرفته تا علی جمعه و حسن البنا و الی آخری و قرضاوی، اینا دین رو اینا خوب فهمیدن یا نسلی که با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم زندگی کردن؟ ما به مواردی رو در اینجا ذکر میکنیم. قبل از اینکه به این موارد ذکر بکنم، یک مطلب جالبی است اینجا خدمت شما عزیزان باید در موردش من توضیح بدم. ببینید ما چند نوع چیز داریم، موسیقی داریم، چند نوع خواندن داریم. یک سری خواندن هایی هست که در موردش علما، من اینجا یک کتابی بود خیلی جالب در مورد موسیقی اینجا بحث کرده بود. ما یکی خواندن داریم، یکی موسیقی داریم. توضیح بدم خدمت عزیزان که متوجه بشن. خواندن بدون موسیقی، موسیقی بدون خواندن، و موسیقی و خواندن با هم. سه نوع شد نه؟ یکی خواندن به تنهایی، یکی موسیقی به تنهایی، یکی خواندن و موسیقی با هم. در نوع اول که خواندن از غنا هست، غنا هست که اقوال خیلی از علمایی که گفتن که مثلا غنا اشکال نداره، منظورشان همون خواندنی است که بدون موسیقی باشه و حرفای خوب باشه. بله، ما در دین یک سری خواندن‌هایی داریم که خواندن هست اما حلال است. به طور مثال در سفر، ساربانی مثلا با تعدادی از افرادی دارن میرن سفر، در جایی یک شعری رو زمزمه میکنن با صدای بلند یا با صدای پایین، این اشکالی نداره. صحابه این کار رو میکردن، تابعین میکردن، علما میکردن. اما در اونجا کلمات فسق و فجور نبود، یعنی چارباغ بالا چارباغ پایین نبود. کلماتی بود، اشعار به اصطلاح خاصا به خاطر جهاد که میرفتن، اشعار به اصطلاح جهادی بود، اشعار حماسی بود که مردم رو تشویق به جهاد میکرد، مردم رو غیرتشان رو، حماسشان رو برمیانگیخت. این جایز است. خواندن در موقع کار کردن، مثلا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و صحابه وقتی که داشتن خندق رو میکندن، صحابه یک چیزی رو میخواندن و پیامبر صلی الله علیه و سلم جواب میدادن. پیامبر یک چیزی رو میخواندن، صحابه جواب میدادن. مثلا فاغفر للانصار والمهاجر، مثلا بار الله مغفرت بکن برای انصار و مهاجرین. شعری بود زمزمه میکردن، دست جمعی، حتی با صدای بلند، یکی تک میخوان بقیه جواب میدادن. این اشکالی ندارد مادامی که با موسیقی نباشد، حرفای رکیک و زشت نباشد، اشکالی ندارد. دیگر اینکه رجز خواندن در جنگ، مثلا مثل که امروز به نام ترانه های جهادی مثلا معروف است یا اناشید جهادی معروف است. در وقت جنگ، در صحنه جنگ، مجاهدین یک سرودی رو، ترانه‌ای رو با صدای بلند میخوانند، یکی میخواند بقیه تکرار میکنن یا همه دست جمعی با هم میخوانند. این نوع خواندن مشکلی ندارد. یک نوع از خواندن‌های دیگر که خانم‌ها برای لالایی گفتن بچه‌هاشون، برای خواباندن بچه‌هاشون، اشعاری است. شاید همه شما این رو در بین مادران به اصطلاح نسل گذشته، نسل جدید که متاسفانه از این چیزا بی‌نصیب هستن، دیده باشید که برای فرزندانشون اشعاری رو موزون و به اصطلاح با بعضیاش با وزن و قافیه، بعضیاش بدون وزن و قافیه لالایی میگن. لالایی در ایران، در افغانستان به نام لالایی معروف است، نمیدونم در تاجیکستان بهش چی میگن. مادرها برای فرزندانشان میخواندن و مادامی که در اون کلمات شرکی و کفری اون چیزا نباشه جایز است. پیامبر صلی الله علیه و سلم تعدادی از دختران خردسال چیزی داشتن میخواندن. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رو دیدن گفتن که و در بین ما پیامبری است که غیب را میداند. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن نه، این رو نگویید. یعنی مادامی که کلمات شرک و کفر و کلمات لعب و لعب باشه، اونا نباید گفته بشه. و همچنین خواندنی که به امرای موسیقی باشه، با امرای آلات موسیقی باشه. تنها حالت موسیقی رو که در بین اجتماع در اسلام جایز دانسته شده دف است. و این از حماقت است که تعدادی بیان بگن که والله چون در اون زمان فقط دف بوده
پیامبر اون رو جایزه. نه، پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه و اهل مکه و مدینه به شام سفر میکردن، به روم سفر میکردن، به یمن سفر میکردن، به فارس سفر میکردن. همه حالات موسیقی که در اون زمان وجود داشت شکلش امروز به شکل عصریش هست. مثلا نی، گیتار، ستار، دنبوره و فلان و این چیزا در اون زمان هم بود، الان هم هست، حالا به شکل دیجیتال و الکترونیکی شده، اما در اون زمان وجود داشت و از همه اینا خبر داشتن و در احادیث و روایات ذکر شده که من انشاءالله برای شما نشان خواندم. این به معنی نیست که اونها در اون زمان این چیزا رو نمیدونستن و خبر نداشتن. با دایره در کجا خواندن جایز است؟ در روز عید با دایره خواندن جایز است، اونم اشعاری که اشعار به اصطلاح خلاف عفت، اشعار لعب و لعب، اشعار به اصطلاح که مسائل جنسی باشه و توصیف زن و مرد باشه و این چیزا باشه، در اون جایز نیست. اما اشعار عادی، سرودهای عادی با دف در روز عید و در روز اعلان نکاح، این دو مورد صریحاً در قرآن و در سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. ببینید امور دینی ما، حلال و حرام دین ما مسائل توقیفی است. هیچ کسی نمیتواند حلالی را حرام بکند و حرامی را حلال بکند و در این مورد خیلی باید دقت بکنیم. حالا آنچه که این برادر عزیزمان در اینجا بیان میکنند که اقوال علما این است که این آیاتی که از سوره لقمان هست، این در مورد چیز است، در مورد حلال و حرام، در مورد حرام بودن موسیقی نیست. قبل از این من یک خدمت این برادر عزیز و همه دوستان یک آیه رو ذکر بکنم که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولا تقول لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال و هذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. کسانی که با زبانهای خودشان حلالی را حرام میکنن، حرامی را حلال میکنن، به الله سبحانه و تعالی چیزی را نسبت میدن، دروغی را نسبت میدن، و کسانی که به الله سبحانه و تعالی نسبت دروغ میدن، افترا و بهتان میبندن، دروغ میبندن به الله سبحانه و تعالی، اینا رستگار نمیشوند، یعنی اینا وارد بهشت نمیشوند. متاع قلیل و لهم عذاب علیم. شاید 4 روز لایک زیاد گرفتید، پول زیاد به دست آوردید، کمک زیاد به دست آوردید، مردم به شما بهبه و چهچه گفتن، اما متاع قلیل، این 4 روز دنیاست. و لهم عذاب علیم، و برایشان در آخرت عذاب دردناک است. این رو خواستم خدمت شما عزیزان بیان بکنم و این را به یاد داشته باشید که الله سبحانه و تعالی میفرماید که انما یأمرکم، در مورد شیطان میفرماید که یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین. ای انسان ها، از آنچه که در زمین حلال است و پاک است بخورید، پیروی گام های شیطان را نکنید که شیطان برای شما یک دشمنی است آشکار. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، شما را امر میکنه به عملهای زشت و به سوی فحشا. و ان تقولوا علی الله ما لا تعلمون، و امر میکنه شما را که بگویید، تهمت بزنید به الله سبحانه و تعالی آنچه را که شما خودتان نمیدانید. همین فتاوایی که بر اساس هوا و هوس و خوشحالی مردم داده میشه. بر صورت میایم به سر آیه. الله سبحانه و تعالی، دوستان عزیز اگر که اینجا این رو نشون بدن، یا من میتونم که یک لحظه از تفسیر اینجا خدمت شما از قرآن کریم این رو نشون بدم. سوره لقمان. بله، اینجا سوره لقمان است. بله، ببینید اول اینجا الله سبحانه و تعالی میاد در مورد قرآن صحبت میکنه. الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم. ببینید آیات ما قبل و ما بعد بعضی از آیاتی که در اون احکام نازل شده با هم دیگه ارتباط داره. در اینجا حکایت از قرآن است که این کتابی است که کتاب حکیم است. هدی و رحمتا للمحسنین، این کتاب هدایت است و رحمت است برای محسنین. محسنین کیا هستند؟ الذین
یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم بالآخرة هم یوقنون. این محسنین انسان‌هایی هستند که نماز را برپا می‌دارند، زکات را می‌دهند و به آخرت یقین دارند. اولئک علی هدی من ربهم و اولئک هم المفلحون. اینها هستند که بر هدایت هستند از طرف پروردگارشان و اینها رستگار هستند، انسان‌های رستگار هستند. بعد از اون و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله. و از انسان‌ها کسایی هستند که لهو الحدیث یعنی سخنان بیهوده را میخرند، لیضل عن سبیل الله بغیر علم، که مردم رو گمراه بکنن از راه الله بدون علم، یعنی به خاطر جهالتشان، به خاطر نادانیشان. و یتخذها هزوا، و اینها کسایی هستن که این رو چه کنن؟ به خاطر مسخره بازی و ریشخندی و ساتیری و مزاح و خوشگذرانی بگیرن. اولئک لهم عذاب مهین. اینها کسایی هستن که بر آنها چی است؟ عذاب خار کننده ای است. خب میریم الان به این آیه که در اینجا خدمت شما عزیزان ذکر کردیم. الان ایشان آوردن که والا شیخ فلانی گفته و شیخ فلانی گفته و شیخ فلانی گفته. ما در اینجا از علما و مفسرین بزرگ ذکر میکنیم. حافظ ابن کثیر رحمت الله علیه، مفسر بزرگ و یکی از مفسرین جلیل عالم اسلامی، در تفسیر این دو آیه و اذا تتلی علیه آیاتنا ولا مستکبرا کأن لم یسمعها کأن فی اذنیه وقرا فبشره بعذاب علیم، در مورد این چی میگه؟ میگه که لما ذکر حال السعداء و هم الذين يهتدون بکتاب الله و ینتفعون بسماعه، میگه در اینجا در آیات قبلش حال انسانهای رستگار ذکر شد، کسانی که هدایت شدن به وسیله کتاب الله و ینتفعون بسماعه، که با شنیدن آیات قرآن چی میشن؟ منتفع میشن، دلهایشان آرام میگیره. کما قال تعالی الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها الى آخر سوره زمر آیه 23. در اینجا میگه عطف به ذکر آل الاشقیاء الذين عارضوا عن انتفاع بسماع کلام الله. در اینجا میگه، در این آیه میگه که کسانی رو که انسانهای بدی هستند که اینها از شنیدن کلام الله روی گردان میشوند و اقبلوا علی استماع المزامیر والغناء والالحان و آلات الطرب، و روی آوردن به شنیدن خواندن، موسیقی، الحان و آلتهای موسیقی. کما قال ابن مسعود فی قوله تعالی، چنانچه ابن مسعود صحابی جلیل رضی الله تعالی عنه در مورد این قول الله سبحانه و تعالی و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله قال هو والله غنا، به خدا قسم که این خواندن موسیقی است. الان من این جوان عزیز، این برادر گرامی و بینندگانی که میبینن این برنامه رو مخاطب قرار میدم، ابن مسعود خوب میدانست صحابی پیامبر صلی الله علیه و سلم، یا ابن حزم و ابن عربی و نمیدونم غزالی و حسن البنا و قرضاوی و علی جمعه، کدامشان بهتر دین رو میفهمن؟ ابن جریر روایت میکنه که یونس ابن عبدالعلا میگه به ما خبر داد که ابن وهب الی آخرش که خبر داد که سعید ابن جبیر از ابی صحبه البکری که ایشان شنید از عبدالله ابن مسعود، از عبدالله ابن مسعود صحابی جلیل، که و او میپرسند در مورد این آیه و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله فقال عبدالله ابن مسعود الغنا والله الذي لا اله الا هو يرددها 3 مرات. میگه عبدالله ابن مسعود گفت منظور از لهو الحدیث در اینجا غنا هست، موسیقی است. والله الذي لا اله الا، قسم به ذاتی که هیچ پروردگاری لایق عبادت غیر از او نیست. 3 بار میگه این قسم رو تکرار کرد. برای خدا 3 بار قسم صحابه را قبول نمیکنه. بعد میگه که ابن حزم و ابن عربی و ابن فلان و قرضاوی و حسن البنا و فلان علان گفت. گمراهی که شاخودم نداره دوستان عزیز. حدیث دیگر، این حدیث رو هم روایت میکنن از ابن مسعود، میگه که و من الناس من یشتری لهو الحدیث قال الغنا، و ابن عباس
و جابر و اکرمه و سعید ابن جبیر و مجاهد و مکحول و عمرو ابن شعیب و علی ابن بدیمه و حسن البصری. ببینید ابن عباس صحابی است، جابر صحابی است، اکرمه صحابی است، سعید ابن جبیر و مجاهد و مکحول و عمرو ابن شعیب و علی ابن بدیمه، فکر کنم اینها از تابعین باشن تا حسن بصری، اینا از که همه تابعین هستن. 3 نفر از صحابه و بقیه تابعین، اینها میگویند که نزلت هذه الآیه و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم فی الغناء والمزامیر. اینها میگن که این آیه نازل شده است در مورد چی؟ در مورد خواندن و موسیقی. و قتاده میفرماید که و من الناس من یشتری لحو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم والله لعله لا ينفق فيه مالا ولكن شراه استحبابه بسحب المرء من ذلالته ان يختار حديث الباطل على حديث الحق وما يضر على ما ينفعه. میگه که قتاده رحمت الله علیه قسم میخوره، میگه که میبخشید قتاده رحمت الله علیه میگه که این آیه کسایی است که شاید مالی رم خرج نکنن، اما همین که این را حلال بدانه و برای گمراهیش کافی است که این باطل رو در مقابل حق استفاده کنه و از او لذت ببره. ابن کثیر در تفسیر این آیه و ابن جریر و بغوی و قرطبی و واحدی، همه اینها در تفسیر اکثر مفسرین در اینجا میگن که لحو الحدیث هو الغنا. در این لحو الحدیث در اینجا چی است؟ غنا هست. و بعضی هم در ادامه گفتن که غنا هست و شرک است و اخبار اعاجم، یعنی داستان‌های دروغین مانند 1001 شب مثلا، و احادیث باطل است که همه اینها از راه حق انسان رو چیکار میکنه؟ منحرف میکنه. ببینید دوستان عزیز، اکثر مفسرین موثق اهل سنت گفتن که این لحو الحدیث غنا هست، با وجودی که لحو الحدیث میتواند شرک هم باشه، بعضی از داستانهای خرافی دیگری هم باشه. قرطبی رحمت الله علیه در تفسیرش میگه و من الناس من یشتری لحو الحدیث من في الموضوع رفع بالابتداء ولحو الحديث الغناء في قول ابن مسعود و ابن عباس و غیرهما. میگه که در اینجا لحو الحدیث غنا هست، موسیقی است، در قول ابن مسعود و ابن عباس و غیر از اینها. بعد از اون میگه که تفسیر مفصل میکنه این آیه رو، مسئله دوم بر ذکر میکنه و هو الغناء المعتاد عند المشتهرین بالذی یحرک النفوس. میگه غنا چی است؟ همین موسیقی و خواندنی که نفوس انسانها رو تحریک میکنه و انسانها رو به سوی هوا و هوس و به اصطلاح خواندن و عشق و به اصطلاح هوسبازی میکشانه. موسیقی همین چیزی است که غنا همین چیزی است که انسان ساکن رو به حرکت در میاره. تا ببینید یه جای موسیقی می طرف شروع میکنه به تکون دادن دست و پا و شانه های خودش. و بیشتر این گونه شعرها که در اون ذکر زنها است و وصف محاسنشان، زیبایی هایشان، و ذکر شراب هست و ذکر محرمات هست. لا یختلف فی تحریمه، هیچ اختلافی در حرام بودنش وجود ندارد. بعد از اون این روایت صحیح رو از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ذکر میکنه که دخل علی النبی صلی الله علیه و سلم و ایندی جاریتان تغنیان بغناء البعاث. پیامبر صلی الله علیه و سلم بر من داخل شدن که 2 دختر کودک کوچولو داشتن، در مورد خواندن میکردن در مورد چی؟ در مورد جنگ بعاث. جنگ بعاث جنگی است که در زمان جاهلیت بین اوس و خزرج در مدینه رخ داده بود. چی میگفتن؟ دلاور مردان خزرج از این طرف آمدن، اسب سواران اوس از آن طرف آمدن، این آن او را زد، این گونه شجاع، در مورد داشتن چیز میکنن. نه مثل خواننده‌های مزخرف امروز که علا گلدان دانه دانه درختای سر کورا کشانده، یعنی بعد 10 مقام میشن همین چیزا رو گوش میدن. و پیامبر صلی الله علیه و سلم در فراششان بودن، چیزی رو بر سرشون انداخته بودن، بر صورتشون. و دخل ابوبکر فانتهرنی، ابوبکر داخل شد و من رو به اصطلاح بر سرم
جیغ زد، داد زد، یعنی مرا ملامت کرد و قال مزمار شیطان عند النبی، مزمار شیطان در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم. فاقبل علیه رسول الله فقال دعاهما فلما غفل غمزتها فخرجت. في رواية المسلم فقال رسول الله يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وعد عيدنا. و در روایت مسلم ادامه داره که میگه که ای ابوبکر، هر قوم عیدی دارن و امروز عید ماست. و در روایت دیگر فقال دعاهما یا ابا بکر فانها ایام عید. و در روایت دیگر میگه که گفتن که ای ابوبکر بگذار آنها را، امروز روز عید است. و در روایت دیگر جاریتانی تلعبانی بالدف، دو کودک دختر بچه انصاری بودن که دف میزدن، یعنی دایره میزدن. الان ببینیم دوست عزیز ما در مورد این حدیث چی میگه. زوار مسیر و دین الهی را به مسخره بگیره، این ممنوع هست. علما میگن همچون کلامی که اصلا موسیقی هم در اون نباشه حرام هست و ممنوع هست. پس این دلیل بر این نمیشه که دلیل بر آلات موسیقی باشه، نه، دلیل بر آلات موسیقی نیست، دلیل بر هدف فرد هست. و هدف فرد چیست؟ گمراهی از راه الله، یعنی فرد از راه الله بیرون بکنه، فرد به دین الله تمسخر وارد بکنه. به هر نوشته هم اگر بکنه که هدفش گمراهی از گمراه کردن مردم از راه الله باشه و یا مسخره کردن دین الله باشه، همون نوشتهش هم حرام هست. اگر سخن عادی هم بیان بکنه، سخنرانی هم بکنه، اصلا آلت موسیقی نباشه، هم حرام هست. ولی منظور از لهو الحدیث میگن که در آیه الله تبارک و تعالی واضح بیان کرده که مسئله آلات موسیقی نیست. همه مفسرین گفتن که آلات موسیقی است، خواندن موسیقی است. یک نکته جالبی رو اینجا اشاره کرد، میگه که اگر کسی فامیده به خاطر گمراه کردن مردم بیاد از موسیقی استفاده بکنه، حرام است. مثل کسی فهمیده بیاد مطلبی بر علیه اسلام بنویسه، کتابی بنویسه، چیزی بنویسه، حرفی بزنه. خود قرآن کریم این حرف این برادر عزیز ما رو رد میکنه. ببینید آیه رو برمیگردیم. و من الناس من یشتری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. اگر اون بیاد با علم این کار رو بکنه، برادر عزیز، دوست عزیز، کمی دقت بکنید. آیات قرآن نیست که شما بر اساس هوا و هوس خودتان تفسیر بکنید. بغیر علم، انسانی که بیاد به غیر علم، از جهالت و از نادانی این کار رو انجام بده، با علم اگر انجام بده که این آیه هیچ معنی نداره. انسانی که با علم صد عن سبیل الله بکنه، انسانی که با علم بیاد به اصطلاح بر علیه حق حرفی بزنه یا از هر چیزی بر علیه حق استفاده بکنه، اون که مسلمان نیست. اون که با علم یک کاری رو انجام میده، اون که انسان کافر است. هیچ مسلمانی نمیاد که صد عن سبیل الله با علم بکنه. اینجا اشاره به شما و امثال شما و دعوتگرانی مثل شما که میان موسیقی رو حلال میدانن، که بنا به قول نمیدونم حسن البنا و ابن حزم و قرضاوی و فلان و علان، که این از جهالت است. جهالت چی است؟ به غیر علم. انسان وقتی یک مطلبی رو به غیر علم بیاد این رو استفاده بکنه و حلال بدانه، این چی است؟ این بهش میگن لهو الحدیثی که از راه حق الله سبحانه و تعالی و از راه قرآن و سنت انسانها رو بازداشتن به غیر علم، یعنی به جهالت. و اگر شما با علم این کار رو کردید که دیگه شما مسلمان نیستید. هیچ انسان مسلمان عاقلی نمیاد که با عقل و فهم و دین و دیانت و فقه و فهمیدگی خودش بیاد صد عن سبیل الله بکنه. ادامه رو بشنوید. در قسمت حدیث از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت شده، در بخاری این حدیث معلق آمده، یعنی در سلسله رواتش یک سلسله مقطوعی هست، یعنی قطع شده که از چگونه به امام بخاری رحمه الله رسیده. یعنی این حدیثی که در مورد بخاری ایشان ذکر میکنه، این از جهل ایشان در علوم حدیث است. امام بخاری رحمت الله علیه این مقطوع نیست، این حدیث منقطع نیست که از یک شخصی روایت کرده باشه که امام بخاری او رو نشناسه. امام بخاری رحمت الله علیه از استادش این رو با جزم روایت میکنه. یعنی این نیست که بگه که من از یک مردی شنیدم که چنین چیزی گفته. و علمای حدیث مفصل این رو جواب دادن و رد کردن
که این حرفی که ایشان میزنه، این دوست عزیز و گرامی ما، یک حرف باطل است. این نشاننده این است که ایشان از علم حدیث بیخبرن، از ابجدیات علم حدیث بیخبرن. این معلقاتی که از امام بخاری هست، اینها روایاتی است که ایشان از استاد بزرگوارشان ذکر میکنن، از شیخشان ذکر میکنن، منتها ببینید با جزم ذکر میکنن و این صحیح است و این روایت هیچ مشکلی نداره. عکس که فهمی که این عزیز ما کرده از این حدیث، فکر میکنه که بعضی از احادیثی هست که طرف مثلا میگه که احمد از محمود، احمد پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ندیده، احمد از محمود از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر میکنه، در حالی که احمد محمود رو ندیده و بین احمد و محمود شخص دیگری هست که در اینجا مجهول است، ذکر نشده. این رو میگن حدیث منقطع، که یعنی در اینجا یک شخصی هست که ذکرش نشده و احمد هم محمود رو ندیده، پس این شخص سومی که در این وسط هست کی است؟ اما در مورد این روایت امام بخاری همچین حرفی نیست و من این رو الان خدمت شما عزیزان مفصل این روایت رو ذکر می کنم در اینجا. دوستان عزیز یک لحظه فقط به من فرصت به این روایت رو پیدا بکنم که همچین چیزی وجود نداره. اینجا دوستان عزیز اگر نشون بدید، وقد اخذ علماء الاسلام بعد الحدیث، علمای جهان اسلام این حدیث رو گرفتن از امام بخاری و تلقوا بالقبول، و این رو قبول کردن از امام بخاری، و احتجوا به على تحریم المعازف کلها، و به این حدیث احتجاج کردن بر حرام بودن همه انواع موسیقی. وقد اعله ابن حزم و ابو تراب بعده، ابن حزم و ابو تراب بعد از او یک علتی در این حدیث، یک به اصطلاح احتجاجی کردن در مورد حدیث، تقلیدا له بانه منقطع بین البخاری رحمه الله و بین شیخی هشام ابن عمار، و احتجاج کردن به این که این حدیث منقطع است، همین حرفی که این برادر دعوتگر ما ذکر کردن که بین امام بخاری و بین شیخش هشام ابن عمار این چی است؟ انقطاع وجود دارد، لکونه لم یصرح بسماعه منه، زیرا که تصریح نکرده است که از ایشان شنیده است، و انما علقه عنه تعلیقا، بلکه با تعلیق از ایشان ذکر کرد. و قد اخطأ ابن حزم فی ذلک، این علما چیزی رو نگذاشتن که جواب نداده باشن. شما مستقیم رفتی سراغ ابن حزم، باب دندانتان از اون ذکر میکنید، ببینید که علما چی گفتن در موردش. و ابن حزم در اینجا اشتباه کرده و بر ابن حزم تعدادی از اهل علم بر او رد کردن و خطای او را بیان کردن، زیرا هشام از شیوخ بخاری است. این هشام یک فرد عادی نیست، این از شیوخ بخاری است. و قد علقه عنه جازما به، زیرا که اگر معلق از او ذکر کرده است با جزم ذکر کرده است. و ما کان کذلک فهو صحیح، عنده، و چیزی که این گونه باشد صحیح است. و قد قبل منه اهل العلم ذلك، اهل علم از او قبول کردن و صححه و صحیح دانستن معلق جازما به، و آنچه که با جازما معلق از استادش ذکر کرده، شیخ ذکر کرده. و هذا حدیث من جمله الاحاديث المعلقه الصحیحه، و این حدیث از جمله احادیث معلق صحیح است. ولعل البخاری لم يصرح بالسماع منه لكونه رواه عنه بالاجازه، امام بخاری اگر که ذکر نکرده صریحا که از ایشان شنیده، به خاطر این است که با اجازه استادش و شیخش از او روایت میکرده. و در مورد ذکر این مسئله یا اینکه به واسطه بعض شیوخ ثقاتش از او روایت کرده، فحذفه اختصارا، به خاطر اختصار حذف کرده، او لغیر ذلك من اسباب المقتضیه للحذف، یا به خاطر بعضی از اسباب دیگری که نیاز
به حذف داشته باشه. به همین دلیل این حدیث را از شیخ ذکر میکنه و این حدیث منقطع نیست، جزء معلقات محسوب میشه. و علی الفرض انقطاعی بین البخاری و هشام، بالفرض گپ شما را قبول کردیم که بین بخاری و هشام به اصطلاح انقطاع وجود داره، فقط رواه عنه غیره متصلا، غیر از بخاری دیگران این رو متصلا روایت کردن از هشام بن عمار از همین شخص الی آخری با اسناد صحیح. بذلك بطلت شبهت ابن حزم و مقلده ابی تراب، به خاطر همین شبهه‌ای که ابن حزم وارد میکند و مقلده و ابی تراب و این برادر دعوتگر ما که مقلد ابن حزم است، همه اینها باطل می شود و حق آشکار می شود. والله المستعان. همچنین میگه که ابن حزم خطا کرده در مورد تضعیفش. حافظ ابن حجر در فتح الباری میفرماید که این حدیث رو ذکر میکنه و کلام زرکشی و خطای ابن حزم رو در تضعیف این حدیث ذکر میکنه و میگه که و اما دعوای ابن حزم که بهش اشاره شد که یعنی از زرکشی، فقط سبق الیه ابن صلاح هم سابقا در این مورد صحبت کرده فی علوم الحدیث، در علوم الحدیث، فقال التعلیق فی الاحادیث من صحیح البخاری قطع اسنادها، تعلیق در احادیث بخاری که اسنادش منقطع است و صورته صورت الانقطاع، و اونو به صورت انقطاع به تصویر کشیده و لیس حکمه حکمه، و این حکم ابن صلاح حکم بخاری نیست، ولا خارجا ما وجد ذلك فيه من قبیل الصحیح الى قبیل الضعیف، و این چیزی نیست که انسان این رو از حدیث صحیح رو ببرید در مرتبه حدیث ضعیف قرار بده. ولا التفات الى ابی محمد ابن حزم الظاهری، و همچنین به اصطلاح ابن حزم ظاهری توجهی صورت نمیگیره، کمچین اشتباهی رو کرده در مورد بخاری. الحافظ فی رد ما اخرجه البخاری من حدیث ابی عامر و ابی مالک الاشعری عن رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیث دیگری رو از ابی عامر و ابی مالک اشعری ذکر میکنه که لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف. الحدیث من جهت بخاری اورد قائلا وقال هشام بن عمار و ساقه به اسنادی فزعم ابن حزم انه منقطع. میگه ابن حزم فکر کرده که این حدیث منقطع است، ادعا کرده که منقطع است فيما بین البخاری و هشام، بین بخاری و هشام، و جعله جوابا عن الاحتجاج به على تحریم المعازف، و این به این احتجاج کرده در مورد به اصطلاح تحریم آلات موسیقی. و اخطأ فی ذلک من وجوه، و در این مورد از چندین صورت اشتباه صورت گرفته. اول اینکه این حدیث صحیح است و معروف است به اتصال به شرط صحیح و بخاری قد یفعل مثل ذلک، و بخاری این کار رو این به اصطلاح منهجش بوده این کار رو انجام میداده. این به معنی نیست که این حدیث منقطع است. قولی قد ذکر الحدیث فی موضوع آخر من کتابی مستندا متصلا، و همین حدیث رو در جای دیگری در کتاب مستند و متصل ذکر کرده و قد یفعل ذلک لغیر ذلک من الاسباب، به دلایل گوناگون در یک جای دیگری میاره حذفش میکنه. التي لا يصحبها خلل الانقطاع، در جایی که به اصطلاح در او هیچ خلل انقطاعی وجود ندارد. همچنین اینجا رد مفصلی هست که والا با ذکر این چون مسائل علمی حدیث است نمیخوام که اینها رو ذکر بکنم. بر صورت این حرفی که ایشان در اینجا میزنه یک حرف غیر علمی است که علما این رو مفصل رد کردن، جواب دادن، و ایشان تازه خبر شده که والا علی آباد هم شهر است. امیدوار هستیم که بیشتر دقت بکنن و این رو با علمی مسائل رو مطرح بکنن، نه بر اساس هوا و هوس. معلق هست یک موضوع. و موضوع دوم این که این حدیث را یک عده از علما صحیح نمیدانند، در حالی که عده که موافق هستند این حدیث را به خاطر که امام بخاری روایت کرده میگن صحیح هست و را صحیح شمردن، اما یک عده حدیث را هم صحیح نمیشمارند. اما در قسمت ترجمهش را باز اینا یک دقت میکنن. ببینید در این آیه پیامبر صلی الله علیه و سلم چند چیز را کنار هم میآورد، چند چیز: زنا، ابریشم، شراب و آلات موسیقی. یعنی اگر در محفل این چهار چیز با هم دیگر جمع بشه او حرام هست. بله. یک. دوم، مسئله حریر یا ابریشم به طور مطلق حرام نیست. به طور مثال شما کسی معامله ابریشم میکنه، معامله کردنش حرام نیست، استفاده کردنش برای خانم ها ممنوع نیست، بلکه استفاده کردن برای مردان ممنوع هست.
پس اینجا وقتی الله پیامبر صلی الله علیه و سلم با قید این 4 چیز را مترادف هم بیان میکنه، یعنی مجالسی هست که در این زنا هست، در اون مردان ابریشم استفاده میکنه، بوتل‌های شراب گذاشته است، آلات موسیقی را هم میارن و این حلال میشمارن، این نه، این صحیح نیست. اما به صورت جداگانه اگر ما بیایم که بقیه حرام هست و مواظف آلات موسیقی هم حرام هست، این ترجمه درستی از برای حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم بودن نمیتونه. واقعا انسان باید بخنده به عقل بعضی از مردم، یعنی نمیدونم که اینا رو از کجا میارن. یعنی اگر منکرات با هم یک جا ذکر شد حرام است، اگر به تنهایی بود حلال است. خب دوست عزیز، بر اساس همین حرف شما من این آیه رو بیارم. مثلا یک نفر بیاد الان بر اساس این منطق این دعوتگر عزیز ما، یک نفر بیاد بگه که مثلا در این آیت الله متعال میگه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. یعنی اگر در یک مجلسی شراب باشه، قمار باشه، فالبینی هم باشه و شانس آزمایش کردن هم باشه، اینها رجسی از عمل شیطان است. اما اگر جداگانه کسی مثلا رفت یکی از اینها رو انجام داد، یک نفر بیاد در مورد شراب این رو بگه، یکی بیاد در مورد مثلا چون که به تنهایی مثلا در مورد میسر در جای دیگری از قرآن مثلا ذکر نشده باشه، کسی بیاد این رو بگه که والا چون که این 4 تا اگر با هم جمع شد حرام است، اگر جداگانه انجام دادی حرام نیست. ما لکم کیف تحکمون؟ از کجا میارید شما این علم رو؟ به خدا حرفای میزنن که به قول معروف میگن از دمش بگیری راه میره. یعنی تو از کجا میاری که اگر که چون در اینجا در این حدیث ذکر شده که معازف با زنا و با اینا ذکر شده، با خمر ذکر شده حرام است و چون اگر به تنهایی باشه حرام نیست. بابا جان همین که با اینها یک جای ذکر شده دلیل حرمت قطعیش است. همونطوری که در این آیه اگر خمر به تنهایی حرام است، میسر به تنهایی حرام است، انصاب به تنهایی حرام است، ازلام به تنهایی حرام است، در اونجا هم همه اینها هم اجماعش حرام است، هم به تنهایی حرام است. این حدیث در این نیست که والا شما یک محفلی درست بکنید که در اونجا حریر باشه و نمیدونم شراب باشه و موسیقی باشه، در اون صورت موسیقی حرام است، خارج از این مجلس باشه به تنهایی موسیقی حلال است. دلیل لایحه‌اش بکم چون که ابریشم. بابا جان میگه اقوامی از امت من ابریشم رو حلال کردن، یعنی ابریشم رو پوشیدنش رو برای مردان حلال کردن. ببین زبان عربی مثل زبان فارسی و پشتو نیست که هر چیز رو برای شما در یک صفحه توضیح بده. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید اعطیت جوامع الکلم، با سخنان کوتاه معانی زیادی رو میفهم. دیگه امت میفهمیدن که ابریشم برای مردها حرام است، طلا برای مردها حرام است. لازم نبود که در اینجا به تفصیل برای شما بیان بکنن. حالا یک من این رو خدمت شما عزیزان در اینجا بیارم. بله، در این حدیث ببینید رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که لیکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف و هو صریح فی ذم المستحل المعازف. این صریح هست در مورد کسانی که حلال میدانند موسیقی را، حیث قررنهم مع المستحلی الزنا والخمر والحریر. این رو قرار داد در کنار کسانی که این چیزها را هم حلال میدانند. امروز مثلا نمیگن خمر، نمیگن شراب، چی میگن؟ به اصطلاح مشروبات روحی، الکل، یا نمیدونم اسمایی میگذارن روش که یعنی اسم اصلیش نیست. زنا را امروز چی میگن؟ اسمهایی میگذارن که نمیگن زنا کرده، والا فلانی با فلانی رابطه داره. رابطه یعنی چی؟ یعنی داره
زنا میکنه باش، نمیگن داره زنا میکنه، اسمش رو عوض کردن. موسیقی رو اسمش گذاشتن غذای روح، نمیگن خواندن و موسیقی و معازف و غنا و اینجور، میگن غذای روح هست، اسمش رو عوض کردن. ببینید علما در اینجا، هشام ابن عمار این روایت رو که در اینجا ذکر میکنه، اینجا کلام از کلام کی است؟ ترمذی رحمت الله علیه. در اینجا میگه که و حجة ظاهره فی تحریم استعمال المعازف، استعمال موسیقی و آلات الملاهی، مثل طرب و به اصطلاح خوشگذرانی، ما کتنبور. بعضیا گفته بودن که غیر از دایره چیزی وجود نداشت، مفسرین اسم ذکر کرد، تنبوری و العودی و التبلی و غیر ذالک من آلات الملاهی، مانند تنبور، مانند عود، یک نوع مثل دوتار ستار این چیزایی که استفاده میکنن، و تبل است. اما الحر در اینجا هر چی است؟ شرمگاه هست و مراد از این زنا هست. و علمای جهان اسلامی این حدیث رو قبول کردن و بر حرام بودن موسیقی بر اساس این حدیث احتجاج کردن. بر حرام بودن این موسیقی بر اساس این حدیث چیکار کردن؟ احتجاج کردن به دیگران. حدیث دیگری رو خدمت شما عزیزان در اینجا ذکر می‌کنیم از بخاری که در اینجا سمعت عبدالرحمن ابن غنم الاشعری قال حدثني ابو عامر الى آخره. المعازف، بله اون روایتی که در مورد این چیز ذکر شده از این طریق متصل و با سند صحیح روایت شده. اما معازف چی است؟ آلات لهو، همه آلات موسیقی به اون معازف گفته میشه که بین اهل لغت، یعنی بین اهل لغت عربی در این مورد هیچ به اصطلاح مشکلی نیست. حدیث دیگری را از ابن ماجه خدمتون بیان میکنیم که در اینجا از ابی مالک اشعری روایت است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لا یشربن الناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها. تعدادی از امت من خواهند بود که شراب میخورن اما به غیر نامش آن را نامگذاری میکنن. یعزف علی رؤوسهم بالمعازف والمغنیات، بر بالای سرشان با آلات موسیقی نواخته میشه و خواننده های زن میخوانند. یخسف الله بهم الارض و یجعل منهم قردة و خنازیر. الله سبحانه و تعالی آنها را خسف میکند، یعنی در زمین فرو میبرد و از آنها چی میشوند؟ اینها مسخ میشوند، میمون میشوند و خوک میشوند. به اینم حدیث با اسناد صحیح هست. روایت دیگری رو که خدمت شما عزیزان از ابو همامه باهلی، عایشه ام المؤمنین، علی ابن ابی طالب، انس ابن مالک، عبدالرحمن ابن ثابت و الغازی ابن ربیعه میگه که اینها همه روایت شده است و از ابن مسعود همچنین روایت شده است که الغناء ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء الزرع. میگه که موسیقی چنان نفاق را در قلب انسان پرورش میدهد مانند آب که کشتزار را پرورش میدهد. و این حدیث هم مرفوعاً از رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر شده. و روایت دیگری است که در این مورد علما در مورد موسیقی و غنا ذکر کردن. مثلا امام مالک ینهی عن الغناء و عن استماع و قال اذا اشترى جاریه فوجد مغنیه کان له ان یردها بالعیب. اگر کسی کنیزی گرفت که خواننده بود او را برگرداند. و سئل مالک رحمه الله اما رخص فی اهل المدینه من غنا فقال انما یفعل عندنا فساق. میگه بعضی از اهل مدینه اگر که غنا رو مثلا رخصت دادن، جایز دانستن، فرمود که انسانهای فاسق این کار رو انجام میدهند. و امام ابو حنیفه
فإنه یکره الغنا، امام ابو حنیفه بد میدیدن موسیقی را و خواندن را و یجعله من الذنوب، آن را از جمله گناهان قرار دادن. و کذلک مذهب اهل کوفه، سفیان و حماد و ابراهیم و شعبی، شاگردان امام ابو حنیفه همه این رو در بزرگان مذهب حنفی هیچ اختلافی، لا خلاف بینهم فی ذلک، هیچ اختلافی ندارن در مورد اینکه موسیقی حرام است. و در بین اهل بصره هم همچین چیزی اختلافی وجود نداشت که موسیقی حرام است. و مذهب امام ابو حنیفه از جمله شدیدترین مذاهب است در مورد موسیقی و خواندن که اصحابش، یارانش شنیدن موسیقی را حرام میدانن، ساز زدن، موسیقی زدن اینا را حرام میدانن، دوتار و نمیدونم گیتار و طبل و همه اینها را حرام میدانن و میگوین که اینها سبب فسق است و کسی که به اصطلاح موسیقی میشنیده باشه حتی شهادتش رو در محکمه قبول نمی کنن. و همچنین در مذهب حنفی لذت بردن از موسیقی کفر است و تلذذ به کفر. لذت بردن از موسیقی در مذهب حنفی چی است؟ کفر است. این رأی مذهب حنفی است. امام ابو یوسف شاگرد بزرگ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه که یعنی بیشترین حصه مذهب حنفی به ایشان برمیگرده، میگن که از خانه صدای میفرمایند که اگر در خانه صدای موسیقی شنیده شود، خواندن شنیده شود، باید بدون اجازه وارد این خانه شد و نهی از منکر کرد، زیرا که نهی از منکر در این مورد فرض است. بدون اجازه طرف می توانید وارد خانه شوید و نهی از منکر بکنید. رأی امام ابو یوسف است. و همچنین اگر که کسی اصرار کرد به شنیدن موسیقی باید زندان شود و شلاق زده شود، زیرا که او سبب اذیت مردم می شود. مذهب امام شافعی هم این است که غنا و موسیقی باطل است، جایز نیست و کسی که مبتلا باشد به شنیدن موسیقی شهادتش قبول نمی شود و حرام هست. و مانند قاضی ابی طیب طبری و شیخ ابی اسحاق و ابن صباح و غیره، همه اینها موسیقی را جایز نمیدانند، حرام میدانند و میگویند که جایز نیست. امام نووی همچنین میگه که آلات موسیقی، شنیدن موسیقی، کسی که شراب بخورد، کسی که مبتلا به تنبور و عود و سنج و غیره باشد و گیتار و اینها رو بزند، به اصطلاح تنبور و اینها رو بزند، اینها استعمالش حرام است و اینها جزء اعمالی است که جایز نیست و در مورد این کتابی هم در تحریمش، در حرام بودنش ایشان نوشته است. برای تعداد زیادی از علما و مفسرین و محدثین بزرگ جهان اسلام مثل سفیان بن عینه مثلا، ایشان یک حرف جالبی دارد که میگه که بترسید از فتنه عالم فاجر و عابد جاهل که فتنه اینها خیلی شدیدتر است برای گمراه کردن مردم. و کسی که در مورد فسادی که در بین امت وارد شده است از طریق این دو طایفه، یکی عالمی که فاجر باشه، یکی عابدی که جاهل باشه. مثل که بگیم که امروز عالمان فاجر و فاسق و دعوتگران جاهل، فتنه‌ای که از طرف اینها در بین امت وارد شده خیلی شدیدتر و سخت‌تر است. و امام احمد رحمت الله علیه و فرزندشان موسیقی را حرام می‌دانستند. می‌گفتند کسی که موسیقی گوش می‌کنه نفاق در وجودش ایجاد میشه، در قلبش نفاق ایجاد میشه. و تعداد زیادی از علما هستن که دیگه نمی‌خوایم همه اینها رو نام بگیریم. ادامه بحث ایشان را گوش کنیم. بعد میایم وقتی این رو میبینیم که در احادیث و در آیات این علماء بزرگوار بیان میکنن، در احادیث و آیات به صورت صریح یعنی حرام گفته نشده، اما وقتی در احادیث بیشتر کنجکاوی میکنیم میبینیم پیامبر صلی الله علیه و سلم در بسام وارد تشویق کرده، مثلا در محافل عروسی تشویق کرده، در محفل ولادت یک طفل تشویق کرده، در روزهای عید در جشنها تشویق کرده و حتی گفته که باید این کار را شما انجام بدین. از دلیل به این داره که پیامبر صلی الله علیه و سلم در این روزهایی که ذکر کردم خواندن با دف رو جایز دانستن و هیچ کس
شرمی نداره از مسلمان ها که این رو بیان بکنه. اما این که شما برادر عزیز امروز دارید برای مردم حلال میگردانید، این اون دفع نیست، اون خواندنی نیست که پیامبر حلال دانستن. امروز برای در جامعه ما خواننده کیست؟ همین فساق و فجاری که به همه معلوم است. شما با این فهم ناقصتان از دین و از به اصطلاح مسائل دینی مردم رو به طرف فسق و فجور و فساد دارید تشویق میکنید. صلی الله علیه و سلم نه تنهایی که منع میکرد، بلکه در مناسبت‌های خاص برای امتی خود سختگیری نمیکرده و این را اجازه میداده. به طور مثال در یک حدیث حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها روایت میکنه، میگه در روز عید قربان بود، 2 کنیز یا 2 جاریه، یعنی 2 دختر جوان با دیریه‌های دست به پیش. میگه یعنی 2 دختر جواری یا جاریه 2 معنی دارد. یکی به معنی کنیز است، یکی به معنی دختران خردسال قبل از بلوغ. و در اینجا وقتی 2 جاریه ذکر میشه من جواری الانصار، یعنی 2 دختر کوچک انصار. چرا عمدن میایید مردم رو به سوی فسق و فجور دارید تشویق میکنید؟ 2 دختر جوان. یعنی شما وقتی میگید 2 دختر جوان یعنی 2 دختر مثلا 14-15 ساله. چرا دارید یعنی به خاطر که یک فسق و فجوری که به او اعتقاد دارید یا میخواید از یک شخصی که به این فسق و فجور مردم رو دعوت میکنه میخواید با او امنوا شوید، هم صدا شوید، چرا میید به پیامبر صلی الله علیه و سلم به دین اسلام تهمت میزنید؟ هیچ کدام از شارعین این حدیث نگفتن که 2 دختر جوان. این 2 دختر جوان شما از کجا آوردید؟ بشرمید، خجالت بکشید. یعنی به حدی انسان برسه که به خاطر یک فسادی که در جامعه بخواید ایجاد بکنید حتی به دین، به رسول الله، به اسلام باید تهمت بزنید. الله المستعان. چرا میخواندن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم در گوشه خانه خوابیده بود. چگونه خوابیده بود؟ یعنی یک پتوی خود را بر روی خود انداخته بود و به خواب بود. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پدر بیبی عایشه صدیقه وارد میشه، واجر میگه چه حال برای انداختی؟ جمع کن اینها بند و بساط را که ممنوع هست. و من نمیکنه بیبی عایشه صدیقه را، میگه این کار بد است در اسلام. پیامبر صلی الله علیه و سلم پتو را از روی سر خود بلند میکنه و یک جمله را میگه به حضرت ابوبکر، میگه دعهما یا ابابکر فانها ایام العید. کار نگی به اینها، سختگیری نکن، افراطگیری نکن. یعنی ابوبکر افراطگر بوده؟ ابوبکر سختگیر و افراطگر بوده؟ این بی‌ادبی در مقابل صحابه نیست؟ پیامبر همین چیزو گفتن؟ آیا پیامبر گفتن که ای ابوبکر افراطگری نکن؟ پیامبر که اینو نگفتن. اگر شما این حرف رو میزنی خیلی غلط میکنی. این توهین است، این اهانت است. این اهانت به سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله. شما اصلا باید به خدا قسم ما یک برنامه بگذاریم به این دعوتگران، خاص این دعوتگران نسل جدید، ادب با اسلام، ادب با قرآن، ادب با رسول الله صلی الله علیه و سلم، ادب با صحابه رو باید به اینا یاد بدیم. ابوبکر افراطی نباش. یعنی ابوبکر افراطی بود؟ تو بگو بقال سر کوچه خودت صدا میکنی. ادب با صحابه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو یاد بگیرید. حرمت صحابه رو نگه دارید. و این واقعا یعنی خیلی زشت است برای یک دعوتگری که همچنین دین رو بخواد چیکار بکنه؟ تحریف بکنه به خاطر که یک باطلی رو که به اون اعتقاد داره اون رو برای مردم نشون بده. خب بیایم به این حدیث هم یک مروری بهش بکنیم که ایشان ذکر کردن در اینجا. بله، این حدیث رو من از اینجا خدمت شما عزیزان حدیث رو برای شما بزرگواران بیارم. بله، این حدیث رو بخاری و مسلم ذکر کرده. دوست عزیزمان از بخاری روایت کردن و قسمت اضافاتی رو که آوردن از مسلم هست. بر صورت چی است در اینجا که یا ابابکر
ان لكل قوم عیدا و هذا عیدنا. ای ابو بکر، هر قومی عیدی دارد و امروز عید ماست. و در روایت مسلم چی میگه؟ تلعبانی بالدف، با دایره داشتن بازی میکردن. دختران کوچیک بودن، نمیتونستن حتی درست دایره بزنن، داشتن با دایره بازی میکردن. دوستان عزیز، اگر این سفر رو نشون میدین، در اینجا علما در شرح این حدیث چی گفتن؟ ان المغنیتین کانتا جاریتین والجاریه هی بنت الصغیره الطفله التي لم تبلغ فهما غیر مکلفین. اولا میگه این دوتا جاریه یعنی دوتا طفل دختر بچه کوچیک بودن که هنوز به سن بلوغ نرسیدن و مکلف نبودن. دوم، ذالک فی یوم العید، اون روز عید بود و چی داشتن میزدن؟ دایره داشتن میزدن. به همین دلیل رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که لکل قوم عیدا و هذا عیدنا، هر ملتی عیدی دارد و امروز عید ماست. ابن تیمیه رحمت الله چی میگه؟ فی هذا الحدیث بیان ان هذا لم یکن من عادت النبی صلی الله علیه و سلم الاجتماع علیه. میگه که ابن تیمیه رحمت الله خیلی جالب برداشت میکنه. عالم چه برداشت میکنه، جاهل چه برداشت میکنه. عالم میگه که این از عادت رسول الله صلی الله علیه و سلم نبود که مثلا هر روز مجلس بگذارن و یک دوتا خواننده دختران جوانی رو بیارن اونجا براشون بخوانن طبق تفسیر ترجمه عجق وجق این دعوتگر جوان بی تجربه ما. ولهذا سماه الصدیق مزمار شیطان. میگه به همین دلیل است که ابوبکر صدیق اعتراض میکنه، چون برای ابوبکر صدیق اصلا سابقه نداشته، این همه سال با پیامبر بودن، همچین چیزی صورت نگرفته، به خاطر همین اعتراض میکنه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر میگن که بگذار امروز روز عید است، نمیگن که ای ابوبکر تو چرا افراطگری میکنی، این مزمار شیطان نیست. ببینید حرف ابوبکر رو رد نمیکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، میگن بگذار امروز روز عید است، یعنی روز فرح است، روز خوشحالی است. و رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که هر لهوی، هر بازی که یک مرد انجام میده باطل است مگر اینکه تیراندازی باشه، اسب سواری باشه و یا وقت گذراندن با همسرش باشه، یعنی هر عملی که در اون اتلاف وقت باشه، تنها در این سه چیز جایز است. ابن قیم رحمت الله علیه از این حدیث چه برداشت میکنه؟ من ببین اقوال علما رو میارم در مورد این حدیث چه برداشت میکنن و اقوال یک دعوتگر که کم تجربه و کم علم که از شکم خودش میخواد احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم رو ترجمه بکنه، تفسیر بکنه. ابن قیم میگه فلم ينكر رسول الله صلی الله علیه و سلم علی ابی بکر تسمیته الغنا مزمار الشیطان. میگه این خواندن این دوتا کودک دختر بچه انصاری رو وقتی ابوبکر گفت که این مزمار شیطان هست، رسول الله صلی الله علیه و سلم این حرف حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رو انکار نکردن. درس این است، درس برای یک عالم، اما برای یک جاهل حلال بودن موسیقی. لأنهما جاریتان غیر مکلفتین تغنیان بغناء الاعراب الذي قیل فی یوم الحرب البعاث من الشجاعة والحرب. چرا؟ چون که این دوتا جاریه در اینجا داشتن چارباغ بالا چارباغ پایین چنار بلند از شیرینجان نمیخواندن. چی میخواندن؟ تغنیان بغناء الاعراب الذي قیل فی یوم الحرب البعاث من الشجاعة. داشتن در مورد شجاعت و جنگ در روز جنگ بعاث که بین اوس و خزرج بود داشتن میخوندن. علا گلدانه گلدانه دانه درخت های سر کورش کشانده نمیخواندن مثل خواننده‌های مزخرف این زمان، یا دریا که کلان شود نگاهش کی بکنه. در مورد جنگ، در مورد شجاعت داشتن. و کان الیوم یوم العید، روزم روز عید است، دایره است، داشتن اناشید جنگی میخواندن، ترانه های جنگی میخواندن، روزم روز عید است، اونم با دف، با دایره. فمیگه که حزب شیطان چیکار کردن؟ طرفداران شیطان. فتوسع حزب الشیطان فی ذلك الى صوت امرأة جمیلة اجنبیه.
او صبی امرد صوته فتنه. میگه حزب شیطان، طرفداران حزب شیطان مانند این دعوتگران که الله سبحانه و تعالی هدایتشان بده، اینا چیکار کردن؟ اینو تفسیر کردن به صدای یک زن خواننده زیبای به اصطلاح بیگانه نامحرم که با 1000 تا آلت موسیقی بخوانه و صدای یک مرد شبیه زنها ریش و سبیل تراشیده که بیاد بخوانه و مردم از این کیف بکنن. دلیل چی است؟ حدیث که 2 تا دختر بچه داشتن در روز عید پیش پیامبر صلی الله علیه وسلم یا در پیش ام المؤمنین عایشه داشتن میخواندن. و میگه اینها این فتنه انگیزها با این خواندن هایی که دعوت به زنا میکنن، دعوت به فجور میکنن، دعوت به شراب نوشی میکنن، آلت های لهو و موسیقی که رسول الله صلی الله علیه و سلم حرام قرار داده اون رو استفاده میکنن، در احادیث زیادی بیان شده. بعد از اون کف زدن است و رقص کردن است و 1001 اعمال زشت و ناشایستی دیگری هست. بعد از اون چی کار میکنن؟ میان احتجاج میکنن به این حدیثی که این 2 تا دختر بچه نابالغ کوچک داشتن، ترانه های جنگی اعراب رو که درباره شجاعت و چیزهای جنگی است در روز عید میخواندن. این کجا و آن کجا؟ امام قرطبی رحمت الله علیه در مورد این حدیث چی میگه؟ ولیستا به مغنیتین، میگه این 2 تا دختر خواننده نبودن. خواننده معروف باشن نبودن. ای لیستا من یعرف الغنا، اینا خواندن تا بلد نبودن، مثل که امروز هنرمند یا خواننده معروف هست در بین مردم. و هذا منها تحرز من الغنا المعتاد للمشتهرین به الذي يحرك نفوس. و به خاطر همین به این نمیشود استناد کرد، به این خواندن و خواندن هایی که با موسیقی مردم میخوانن که نفس های انسان ها رو تحریک میکنه، هوا و هوس رو تحریک میکنه به سوی عشق و غزل و خلاصه 1001 رسوایی دیگر میکشانه. انسان هایی که ساکن هستن اونها رو به حرکت در میاره، رقص و پایکوبی و وصف زنها و زیبایی های بدنشان و شراب و حرام و 1001 لعب و لعب دیگری رو در اینجا چیکار میکنن. ابن تیمیه رحمت الله علیه در مورد این حدیثی ولیس فی الحدیث الجاریتین النبی صلی الله علیه و سلم استمع الی ذلك، همچنین میگه در این حدیث به این معنی نیست که پیامبر صلی الله علیه و سلم داشت گوش میداد حرف اینا رو. والامر والنهی انما يتعلق بالسمع، میگه امر و نهی کردن وقتی است که انسان بشینه در یک گوش بکنه. آیا پیامبر نشسته بودن داشتن گوش میدادن؟ لا بمجرد السمع كما في الرؤيا فانه انما يتعلق بقصد الرؤيا لا بما يحصل منها بغیر الاختیار. گاهی اوقات انسان یک جایی هست یک چیزی رو بدون اختیار خودش میشنوه، این به معنی نیست که اون یک چیز جایز و یک چیز حلال قرار بگیره. این در این مورد اینجا خدمت شما عزیزان این مطلب رو بیان کردم. در سوره لقمان آیه 6 ابن عباس رحمت الله علیه رضی الله تعالی عنهما این رو میگن موسیقی است. ابن قیم رحمت الله علیه میگه موسیقی است. حاکم در مستدرکش میگه که موسیقی است، حرام است. صاحب تفسیر جلالین میگه موسیقی است، حرام است. ابن کثیر و مجاهد و غیره، حتی محمد ابن حنفیه پسر سیدنا علی رضی الله عنه میگه موسیقی است. امام جعفر صادق میگه موسیقی است، حرام است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح میفرمایند که از بین امت من، دوستان عزیز اینا رو اگر نشون بدید، من این رو سخنان پایانی است، از بین امت من کسانی خواهند بود که زنا و حریر و شراب و موسیقی رو حلال میکنن در بین خودشون. این در روایتی است که در اینجا میگه که آخر اینا مسخ میشن، مثل خوک ها و میمون ها میشن تا روز قیامت. امام بخاری شماره 5590 و امام البانی هم این رو صحیح گفته. ابن قیم هم این رو صحیح میدانه. در احادیث دیگری هم در این مورد هست که در ترمذی رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه با عبدالرحمن ابن عوف در یک نخلستانی خارج شدن و میگه که
میگه که ابراهیم پسرشون مریض بود، او را در بغل خود گرفتن. فقال عبدالرحمن اتبکی و انت تنهی عن البکا، یا رسول الله شما ما رو من میکردید از گریه کردن، داری شما گریه میکنید؟ فرموده این لم انهو عن البکا، میگه من از گریه کردن شما رو من نکردم، انما نحیت عن الصوتین الاحمقین، از دو صدای احمقانه شما را من کردم. فاجرین که صدای انسانهای فاجر است، شما را از آنها من کردم. صوت عند النغمه، صدای خواننده، و اللعب و المزمار شیطان و زامیر شیطان، صدای لهو و لعب یعنی همین خواندن و موسیقی و آلتهای شیطانی. و صوت عند المصیبه و خمش وجوه و شق الجیوب، میگه که سر و صورتتون بزنید در وقت مصیبت، یقه پاره بکنید، از اینها من کردم، صداتون رو بلند بکنید. و همچنین موسیقی و به اصطلاح آلات موسیقی و خواندن که اینها صدای انسانهای احمق و انسانهای فاجر است. روایت ترمذی از حدیث حسن است، آلبانی در صحیح جامع 5194 این رو ذکر کرده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح می‌فرمایند صوتان ملعونان، صوت مزمار عند النعمه و صوت الویل عند المصیبه. دو صدای ملعون است در نزد الله سبحانه و تعالی، صدای خواندن در وقت نعمت و صدای داد و ویلا کردن در وقت مصیبت. در حدیث دیگری پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که در بین این امت خسف هست و قذف هست و مسخ هست، و به دلیل اینکه شراب میخورن و زنهای خواننده را و اتخذوا القینات، زنهای خواننده رو استخدام میکنن و موسیقی مینوازن. این هم در سلسله احادیث صحیح شماره 2203 ذکر شده است. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که الله متعال حرام کرده است بر امت من شراب رو، قمار را و آلات موسیقی رو که در اینجا ذکر میکنن، و بر آنها زیاد کرده است یا بر آنها بخشیده است چی رو؟ نماز وتر رو. اینم در سلسله در اینجا که می الکوبه هی التبل اما القنین هو تنبور بالحبشیه، تنبور و تبل اینها رو، آلات موسیقی رو ذکر کرد. احادیث زیادی در اینجا وجود دارد که از رسول الله صلی الله علیه و سلم در این موارد بیان شده است. صحبت های پایانی این دوست عزیز رو بشنویم. این هست، براس جشن است، خوشی هست، خوش بگذرونم. پیامبر صلی الله علیه و سلم با ابوبکر مقابل میشه، یعنی نه اینکه به یک نحوی توجیه بکنه، نه میگه که اینا رو کار نگیر، باشه که دروغ است. یعنی اگر پیامبر با کسی مجامله نداشتن، میگفتن نه خیر یا ای ابوبکر این مزمار شیطان نیست، گفتن بگذار امروز روز عید است. یعنی چی؟ در غیر روزهای عید جایز نیست. بهترین برداشتی که از این روایت میشه. در حضور پیامبر میگه یک نکته دیگر، یک باریکی دیگر شما فکر بکنین، من حکمی نمیکنم، در این باریکی شما فکر بکنین. میگن حتی اون دو جاریه یعنی که دو دختر جوان با دریه میخواندن نزد بی بی عایشه، پیامبر صلی الله علیه و سلم در اوجه. دختر جوان، این دروغی است که میگن دو دختر جوان نبودن، دو کودک نابالغ دختر بچه انصاری بودن. شوریش کشیده بود، یعنی صدای دو دختر رو میشنید. کمی قابل تأمل هست، این نکته رو گوش بکنید. یا یک حدیث دیگری از بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها هست که این هم روایت میکنن و میگن در این حدیث بی بی عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرماید از بستگان بی بی عایشه و از اقوام بی بی عایشه یک دختر رو به انصار میدن و محفل عروسی هست، وقتی دختر رو روان میکنن پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه یا عایشه ما کان معهم من الله، آیا وقت به همراه آنها از لهو، یعنی از منظور همین موسیقی و خواننده و نوازنده اینا که بود؟ لهو، موسیقی، خواننده، نوازنده، موسیقی، خواننده، نوازنده، این همه احادیثی که من شده از موسیقی، خواننده، نوازنده، بعد این مثلا حالا ما چی بگیم؟ مثلا اگر بگیم جاهل، اگر بگیم احمق، بعد میگن شما توهین کردی. شما نه دین رو برای مردم مسخره جلوه ندید، یعنی کأنه یک پیامبری متناقض دارید شما برای مردم علیاذ بالله دارید معرفی میکنید. در یک جا میگه که حرام است، جایز نیست، در یک جا میگه که برید موسیقی، خواننده. بابا جان حدیث رو کامل بخوانید، برای مردم صحیح ترجمه بکنید. پیامبر صلی الله علیه و سلم منظور از لهو در اینجا چی است؟
همین که دف بزنن، اعلان نکاح بکنن و این سنت است. حتی در حدیث میگه که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودن که یک شعری بخوانن، بگن که ما آمدیم خوش آمدیم، یعنی یک چیزی خواندنی بکنن، این کجا و آن کجا. الان بر اساس فتوای عالی جنابا باید که آریانا سعید رو در محفل بیارید و برای شما در شب عروسیتون بخوانن. والله المستعان. آی بی باشی صدقه میگه نه نبود. پیامبر صلی الله علیه و میگه به خاطر چی؟ به خاطر که فین الانصار یعجبهم الله، از انصار خوششان میآید. پس این پیامبر به یک نکته دیگری هم اشاره میکنه، احترام به فرهنگ های جاهای متفاوت. شاید در فرهنگ مردم مکه مردم زیاد به موسیقی و اینها اهمیت نمیدادن، و پیامبر هم چیزی نمیگه، ولی اینجا مشخص میکنه میگه انصار خوششان میآید. پس وقتی خوششان میآید در مناسبت ها اینا رو بفرست له. و پیامبر صلی الله علیه و مستقیما دستور میده به آنها که، پس این هم دلیل بر اباحت داره و بر اباحت نداره. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم به خاطر انصار که حکم دین رو که تغییر نمیدادن، به خاطر انصار حکم دین رو تغییر خود پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردن که با دف زدن نکاحتان را اعلان بکنید. اینجا مسئله اباحت موسیقی نیست. این فهم سقیم این دوست عزیز. فرمایید میگه کسی رو میگه میفرستادین به اونها که حتی یک مثال هم میده، میگه شعر رو برایشان میخوان، اتیناکم فحیانا و حیاکم، ما آمدیم ما زنده باشیم شما هم زنده باشین. یعنی همچین مثالی رو بیان میکرد که کسی روان میکردین یک شعر رو برایش میخواند. یا در روز ورود پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه منوره، وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد میشه به مدینه منوره، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، این اشعار با اسباب و آلات موسیقی خوانده میشه. دروغ است برای بینندگان عزیز گرامی. اولا که این شعر در زمان ورود پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه نیست. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، ثنیات الوداع اصلا طرف راه مکه و مدینه نیست، طرف راه تبوک است. اسم یک تپه‌ای است، یک کوهپایه‌ای هست. وقتی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از غزوه تبوک برمیگشتند و در اونجا هم هیچ آلات موسیقی وجود نداشته. یعنی نهایت حماقتی یک انسان است که فکر کنه که صحابه اونجا قیچک و دنبوره و پیانو و گیتار و ستار برداشته بودن، رفته بودن در ثنیات وداع وایستاده بودن، پیامبر وارد شدن دیگه مرش شروع کردن که طلع البدر علینا. یک حماقت است، یک جهالت است که انسان همین هر چی که پیش آمد خوش آمد به صحابه و به رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نسبت بدن. در روز خیبر، در روز خندق، در غزوات شعر می‌خواندن، پیامبر بیتی می‌خواندن، صحابه جواب میدادن، صحابه می‌خواندن، پیامبر جواب میدادن. اینها بود من در شروع برنامه ذکر کردم. اما با آلات موسیقی داشتن طلع البدر برای پیامبر می‌خواندن. سبحان الله. می‌خواندن، درست از تفلک ها می‌خواندن، اما با دریه و با اینها خوانده می‌شده. بنا به این دلایل علما بیان میکنن که پس موسیقی مباح است. اولا در قسمت بنابر این دلایل، شما دلایل رو همه رو دیدید. علما میگن کدام علما رو هم برایتون نشون دادیم که کدام علمایی که اینها به اونها استناد میکنن موسیقی حلال است. و این یک حرف باطل و ناجایز است که امیدواریم الله سبحانه و تعالی همه ما رو نجات بده از ضلالت و گمراهی و به اصطلاح پافشاری بر گمراهی. خب لحظاتی تا پایان برنامه داریم. اگر عزیزانی دوست دارن که در برنامه مشارکتی داشته باشند، چند دقیقه انشاءالله در خدمت شما عزیزان و بزرگواران خواهیم بود. و خلاصه این برنامه امروز کلاً دوستانی که میخوان زنگ بزنن به همین شماره تماسی که زیرنویس شده میتونید تماس بگیرید. از طریق واتساپ شماره رو حفظ بکنید و میتونید تماس بگیرید، انشاءالله صحبت بکنید.
بله سلام علیکم بیننده گرامی بفرمایید. سلام علیکم استاد انصاری عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خوب هستی استاد عزیز؟ سلامت باشید. تشکر از شما. زنده باشید. استاد عزیز بسیار تشکر از این برنامه‌تان. من فکر میکنم امی دوست دعوتگر ما خودش یا موسیقی را خیلی دوست داره، برای خودش دنبالی هست که یک قسم تایید دنبال یک تاییدیه است که یک نفر بیاید تایید کنه که یا چیزی که تو میگی درست است. بعد از 1400 سال یک نفر جدید پیدا شده که کل چیز حلال میکنه از پیش خود. دیگه بسیار یک برنامه خوب و جالب داشتین. امی تو برنامه را زیاد کنیم. باز یک درخواست دیگه هم داشتم، نظرتان درباره همین دعوتگرای جدید که در تیک تاک پیدا شده، هر روز عکس یک عالم بالا میکنه، تکفیر میکنه. نظر شما درباره اینا چی است؟ یک برنامه درباره اینا هم بگیرین. تشکر. خداحافظ. سلامت باشین. تشکر از شما. والا در مورد اینا چی بگم، تعدادی هستن، یه بازار است دیگه، این هر کس کالای خودش رو عرضه میکنه و تعدادی هستن با همین تکفیر کردن و با این چیز متاسفانه این فکر داعشی و تکفیری در بین جوانهای کم علم و بی سواد از نگاه علم دین منتشر شده و الحمدلله که مدتی است به جان هم دیگر افتادن. الله متعال شرشان رو از سر امت اسلامی دور بکنه. اما انشالله سعی میکنیم که در مورد این شبهات اگر مسئله وجود داشت حتما صحبت خواهیم کرد. بیننده گرامی سلام علیکم بفرمایید. شما استاد عزیز. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. سلامت باشید. الله متعال تشکر که باز همین جواب دادی استاد عزیز. سلامت باشید. زنده باشید. استاد عزیز قبل از اینکه سوال بکنم ما میخوایم که بفهمم که این برنامه‌تان ما حداقل اگر مثلا گفتگو کنیم چند دقیقه باید وقت از اکثرش یا حداقلش ما باید مراعات بکنیم. امیرم میخواستم بفهمم. والا من عادتا یعنی وقت کافی به بیننده ها میدم، یعنی مقید نمی کنم. منتها امشب ما دقیقا 7 دقیقه وقت داریم، اگر خیلی مختصر، اما در برنامه آینده انشالله می توانید بیشتر صحبت بکنید. بفرمایید. استاد عزیز پیشنهاد داشتم با شما. بفرمایید. امی پیج چینل یوتیوب تلویزیون آریانا یک دفعه شما برید. بله. یک برنامه داره به نام فروغ هدایت. فروغ هدایت اونجا یک از مفتی صاحب هست، ما چون نشناسین، یعنی مفتی شمس الرحمن فروغتن و یک مولوی دیگه است که ما هیچ نمیشناسیم. بار اول دیدم دیگه بطور افراد اشخاص شما یک گوش بکنید، باز من در موردش سوال میکنید دیگه. و در سر موسیقی بود دوستان تمین درست زنگ تلفن است. اگر ما در یک شهر به شهر دیگه میریم استاد عزیز، یعنی هر چیز اگر متوجه باشی استاد بمیرم موسیقی بدون خواندنی پیوست داره استاد. این مورد یک تفسیری کنم بخواستم. مثلا همین لباسایی که دی آلمان هست، همین یک تنگست و تنگست که تو میستاب فشار میدی و خودش حسنمی و موسیقالات و موسیقی جدید تشکیل شده. درست. این مورد بخواستم معلومات کنم بگیرم وقتش که وقت کم. سلامت باشید. زنده باشید. در مورد این که مثلا شما در وارد یک بازاری میشید، موسیقی پخش میشه. متاسفانه در بعضی کشورها موسیقی دیگه اصلا جزئی از زندگی مردم شده. الله المستعان. و بعد میگن موسیقی غذای روح هست. من در یکی از کشورها شما در اتوبوس برید موسیقی است، در ایستگاه اتوبوس منتظر بشینید موسیقی است، در مارکت ها موسیقی است، در همه جا موسیقی است، در رستوران ها موسیقی است. صدها، شاید که چندین صد کانال موسیقی است، رادیوهای موسیقی، همه جا موسیقی است. یعنی شما خلاصه تا اینکه بیایید وارد خونه بشید، حتی در خونه بشینید، هر چند دقیقه یک بار یک ماشین موسیقی بلند گذاشته از کوچه رد میشه. یعنی در 24 ساعت حتما گوش شما موسیقی رو میشنوه. بعد جالب بود، میگن موسیقی غذای روح هست، نه؟ رفتم در
به اصطلاح عصبی ترین و پر استرس ترین و ناراحت ترین ملت های دنیا، دیدم این کشور در رتبه دوم سوم قرار داره. دوم بود یا سوم بود قرار داره. اگر موسیقی واقعا سبب خوشحالی و فرحت و غذای روح هست، چرا این ملت اینطوری هستن؟ باور کنید در اون کشور یکی از دوستانم اومده بود، در یک سفری بودیم، باور میکنید وارد رستوران میشی عبوسن قمطری را، وارد هتل میشی فقط بگی پدرشو کشتی. از لحظه‌ای که وارد فرودگاه میشی تا لحظه‌ای که خارج میشی با هر کس از این ملت روبرو شدی که انهو که قصدارش هستی. چهره‌های عبوس، در حالی که موسیقی در همه جا داره پخش میشه. اگر واقعا موسیقی غذای روح است، باید شادترین ملت ها اونها باشن. بالعکس، یعنی موسیقی همیشه اکتئاب میاره، استرس میاره، اثرات منفی بر روح و روان انسان داره. این واقعیت های علمی است که متاسفانه شرکت های موسیقی و اینایی که میلیون ها میلیارد ها دلار سود میکنن نمیخوان که اینها به دست مردم بره. والله اگر واقعیت های علمی در مورد ضررهای موسیقی پخش بشه برای مردم و این شرکت ها اجازه بدن، باور کنید که حتی خود همین کفاری که در غرب هستن هم گوش نمیدن. اما وقتی انسان در جای دخل نداره، تصرف نداره، قدرت و استطاعت نداره، گناهی بر انسان نیست سعی کنه که انسان مثلا در رستوران، من بارها رفتم در رستوران هایی که موسیقی پخش کردن، گفتم لطفاً ببند صدا، من اینجا پول میدم برای غذا خوردن اومدم، من دوست ندارم موسیقی رو. و بعضیاشون بودن کاملا خاموش کردن و بعضیاشون بودن صداشو پایین کردن. و دین ما دین عزیز است، ما عزت داریم. شما باید بقبولانین به اصطلاح دین خودتان را بر مردم، نه اینکه برید مثل تابع مردم در یک گوشه بشینید و هر چی اونا کردن شما بگیرن. اما کسانی که در موبایل هاشون موسیقی میگذارن، خواندن ها میذارن، واقعا این شرم‌آور است برای یک مسلمانی که این کارو بکنه. بعد گاهی اوقات من بارها دیدم، یعنی در مسجد ریش ماشاءالله انقدر، عبا و قبا رو ببین، نمیگم ملا بود داملا بود، نه، مردم عادی ریشدار، سر بعضش آدم سنکده مثلا 40-50 ساله معلوم میشد. یک وقت در رکوع است که شروع کرد موبایلش، چنان خواندن اندی گذاشته، موسیقی اندی گذاشته، تو میره قبول میتره قبول، یعنی همه مسجد رو سرش برداشته. بابا جان خب ببندش، حالا تینو گذاشتی ببندش. نه، چنان ایشان خضوع و خشوع دارن در نماز که دستشون نباید به موبایلشون بخوره وگرنه نمازشون باطل میشه. بابا بسته جماعت رو تو نمازشو باطل کردی. همه جماعت رفتن در اون ساز فیلم ایندی. بعد ایشون با چنان خضوع و خشوع نمازش رو تمام کرد تا آخر نماز 10 باری موبایلش زنگ زد و ایشون حتی دستش رو نبرد که خاموشش بکنه. جایز نیست، حرام است. مثل که طرف زنا کرده بود، طرف حامله شده بود، دادگاه که بردن گفت که خب خانه خراب که زنا کردی، خب چرا به اصطلاح چیزی استفاده نکردی که طرف حامله نمیشد؟ گفت والا شنیده بودم که یعنی جلوگیری کردن از حامله دار شدن حرام است، جایز نیست. اینو شنیده بود که جایز نیست، اما زنا که حرام بود اون رو نشنیده بود. به هر صورت در مورد موبایل و چیزایی که ما کنترلش در دست ما، سعی تلاش بکنیم که تا جایی که میتوانیم تقوای الله سبحانه و تعالی را پیشه کنیم و جلوگیری بکنیم. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر که باز هم با این برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. انشالله هفته آینده قول میدم که من حرفی نزنم و همه برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم و از اول برنامه انشالله تماس شما عزیزان را خواهیم گرفت و دوستانی که اگر مطلبی برای گفتن دارن، بحثی، انتقادی، پیشنهادی، مطلبی، هر چیزی که دارید، می توانید در این برنامه در روزهای جمعه بدون سانسور، بدون که صدای شما قطع بشه، حرفتون رو بگید، با هم دیگه گفتگو بکنیم، بحث بکنیم و این یک منبری است برای همه شما عزیزان. و اینکه امروز این برنامه من بیشتر صحبت کردم به خاطر اینم، به خاطر شما عزیزان بود. یعنی حقیقتا اگر من
به تک تک سوالاتی که شده بود در این مدت پاسخ میدادم شاید 2-3 تا برنامه باید میرفتم، اما خواستم به شکل مفصل موضوع موسیقی رو در اینجا بیان بکنم و این شباهاتی که از این برادر دعوتگر ما شنیدیم شباهاتی است که عموما همه این رو مطرح میکنن. به خاطر همین گرچه صحبت جامع و کامل نبود اما تا حد امکان به شباهاتی که وجود داشت پاسخ دادیم. امیدوار هستیم که الله سبحانه و تعالی به ما توفیق پیروی از قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را نصیب بکنه. تا فرصت دیگر و برنامه دیگر، الله یار و نگهدارتان باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني.